بله. سلطان کجایی ببینم؟ خونه ای؟ نه، توی قصد تو پاریسم. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоиро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. کجا باید باشم؟ خونمم دیگه. بگو. داریم با حوا میایم اونجا، باید با هم حرف بزنیم. پدر و دختر که با هم میان حتما یه خبریه. وقتی رسیدیم تعریف میکنیم. 5 دقیقه دیگه اونجاییم. خیلی خوب باشه. هنوز چه گیاندی به پا کردن. حوا بلند شو، باید بریم خونه خالت. بلند شو دخترم، آبرومون پیش همه این محل رفت. همه دارن چپ چپ نگامون میکنن. تو هم که خالتو میشناسی، حتما یه راهی پیدا میکنه. مغزش جون میده برای اینجور کارا. بابا میگم نمیتونم پامو تو اون خونه بذارم. اگه بعد این که ما رفتیم اونجا یوسفم برسه چی؟ چطور میتونم تو روش نگاه کنم؟ تو هم دیگه بزرگش نکن. نه شوهرته نه معشوقته. اگه نشد اشکالی نداره، بلند شو. یوسف زنگ زده. زود جواب بده. بایسا. جانم. الو عزیزم، بهم زنگ زده بودی. موبایلم تو ماشین بود، الان دیدمش. آره من زنگ زدم. از اینکه نیومدم عصبانی. چرا عصبانی بشم حوا؟ توپراک خواهر توه، بهت احتیاج داشت، باید میرفتی پیشش. من که نمیخوام دوتا خواهر رو از هم جدا کنم. باشه. آخه نتونستم بیام، بهتم زنگ نزدم، تو هم همینطور تنهایی نشستی ناراحت شدم. والا کاش تنها بودم. مهمت اومد و یه حرفایی زدیم. اتفاقا خوب شد نیومدی. چرا؟ مگه چی گفت؟ ناراحتت کرد؟ ولش کن، مسخره بازی همیشگیشه دیگه عشق شهردار شدن داره. خیلی خوب، تو هم خودتو ناراحت نکن، بعداً میبینمت. مواظب خودت باش. موفق باشی. ممنون، خدافظ. خدافظ. چیزی نمیدونه بابا، چیزی نمیدونه. دختر کلا. زودتر بریم، زود باش بودو. منم محو کارت شدم به خدا. دختر این کار دیوونگیه، انقدر با این ور نرو. میدونی چند بارم من امتحان کردم ولی 2 تا تیکشم نتونستم کنار هم بذارم به خدا. ولی من خوشم میاد مامان، به هم آرامش میده. آینور داره برای مانیکور میاد. میخوای تا برسه یه قهوه بخوریم با هم؟ نه نمیخورم. باشه، خودت میدونی. منور؟ بله. رفته بودی پیش عمت؟ آره. یوسفم رفت؟ آره؟ آفرین دخترم، آفرین. دستت درد نکنه، دست برادرت هم درد نکنه. ما میگیم با این زن رفت و آمد نمی کنیم، دشمن خونی مونه، ولی ماشالله شما میرین و میاین، برای همدیگه هدیه میخرین، هدیه میدین. آفرین، خیلی خوب. کاش روزگارم با خودتون میبردین. مامان اون عمه ماست، بعدش هم دشمن خونی و از این حرفا که نیست. عمه حتی با شما قهرم نیست. نه، میخواست قهرم باشه، تقصیر خودشه، ادعایی هم نمیتونه داشته باشه. اصلا ولش کن، حرفشو که میزنم رگای پشتم میگیره. ببین چی میگم منور، یه وقت پیش بابات حرف نزن اینا، بی خودی عصبانی نشه. خب دیگه پاشو 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 که فشارم رفت بالا.
خیر باشه، نفس میزنین. انگار کسی دنبالتون کرده. آره دنبالمون کردن، ما هم در رفتیم. موضوع چیه؟ چیزی نیست بشه سر پا در موردش حرف زد. خاله بهتره بریم تو. خیلی خوب، بیاین تو، بیاین. زود باش دیگه بابا جون. خیر باشه بابا. پسرم، مهمت برای ریاست شهرداری کاندید شده. میدونم بابا، میدونم. گفت با تو هم حرف زده، میخواد تو کنفرانس مطبوعاتی هم کنارش باشی. آخه ما همه چی رو باهاشون طی کردیم. یعنی همه این حرفا رو فراموش کنیم و بریم بشینیم کنارشون؟ حتی حرفش هم نزنید، فراموشش کنین. منم گفتم پسرم، بهش گفتم امیدوار نباش، ولی ازم خواهش کرد، گفت یه بارم تو باش حرف بزن. خودمم موندم، نمیدونم با این بچه چی کار کنم. این همه بهش فرصت دادیم اما نفهمید. کاری نمیشه کرد. با اجازهتون من میرم، خیلی کار دارم. درست رسیدیم همون جایی که ازش میترسیدم. حالا باید چی کار کنیم؟ ظاهرا هنوز مهمت حرفی به یوسف نزده، ولی تا ابدم که ساکت نمیشینه. من اونو میشناسم، چه میدونم اگه فهمیده باشه یکی همه چیو میگه. اتفاقات اون شب یا مهمت نمیدونه یا اگه هم میدونه به یه دلیلی به یوسف نمیگه. خاله باید بفهمیم اون مهمت عوضی چی میدونه. بی خود نبود که روز نامزدیم روبرون سبز شد دیگه. حتما یه چیزی میدونه و نقشه‌ای داره. راست میگی، یه کارایی داره میکنه، ولی چی؟ خاله میگم با حمیت خانم حرف بزن. که چی؟ مثلا بهش بگو من یه چند روزی بیام اونجا پیش شما بمونم. دختر میخوام چی کار 1-2 روز بیای بمونی؟ خب برای همیشه بیا بمون. حمیت خانم عمرن اجازه بده، هرچی باشه تو روش وایسادم. خیلی خوب، شماها برید، من با مهمت حرف میزنم ببینم حرف حسابش چیه. باشه سلطان خانم. تو رو خدا حمیت خانم راضی کن. یکم این دور و برا باشم و کنار یوسف بمونم کافیه. باشه ببینم چی میشه. بیا. هرچی دستگیرت شد زنگ بزن به همون بگو. باشه حتما، برید به سلامت. خدافظ خاله. خدافظ. میری بیمارستان؟ منم میام که توپراکو ببینم. باشه. خانومم، میگم شما آدم با گذشت و مهربونی هستی. سلطان، به خاطر خدا هرچی تو دلته بگو، کلی کار و زندگی دارم. میگم که شما دلتون برای مریضا میسوزه. توپراکم هنوز خوب نشده، فکر میکنه خواهرش پیشش میمونه. اگه بدونی تفلکی چقدر خوشحاله. یعنی الا و بلا خواهرش باید بیاد تو این خونه؟ آره؟ قسم خوردی منو راضی کنی مگه نه؟ نه خانومم اینطور نیست. چون شما رو میشناسم اینا رو میگم. میدونم دلتون رضا نمیده. توپراکم خیلی عذاب کشیده، ما هم دلشو نشکنیم. خواهرش بیاد کمکش کنه مگه چی میشه؟ اگه ببینی هنوز کمر خمشو نمیتونه راست کنه بیچاره. آه سلطان، جونمو بالا آوردی. از دیروز داری همینطور مغزمو میخوری. هر جورم میگم تو حالیت نمیشه. آخه وقتی خود توپراکو تو این خونه نمیخوام، چطور خواهرشم بیارم بیخ گوشم؟ ببین، برای آخرین بار بهت میگم نمیخوام. من نمیخوام. ها؟ بشینه تو خونه خودش. ولی خانم، آقا یوسف اینطوری نمیگه. میگه خواهرش بیاد کمکش کنه.
حوا. آقا یوسف شما این خوش اومدین. منم توپراک. اومدم ببرمت خونه. چمدوناتم که بستی؟ بله حاضر شدم. پاشو بریم. قرار بود خواهرم بیاد دنبالم، ولی صبح مادرمو برد برای دیالیز. بعدشم خودم بهش خبر میدم. بعدشم الان نمیریم خونه، میریم یه جای دیگه. کجا میخوایم بریم؟ سورپرایزه. حالا بریم. توپراک، جای درد میکنه؟ نه حالم خوبه. دستمو بگیر، خسته میشی. احتیاجی نیست، خوبم. خودم میتونم راه برم. توپراک، لجبازی نکن. بی خودی خودتو اذیت نکن. بیا دستمو بگیر. اینطوری خیلی بهتره. باشه خیلی ممنون. خواهش میکنم. درش بیار، درد که نداری؟ نه دخترم، چه عجله‌ای بود آخه. کاش تو هم پیششون بودی. اصلا دلم رضا نمیده که با هم تنها باشن. مامان چرا اینطوری فکر میکنی؟ میدونم به آقا یوسف اطمینان نداری، ولی به توپراکم شک داری؟ از بابت دخترم خیالم راحته، ولی حرفایی که پشت سر یوسف میزنن عالم آدم شنیدن. هیز بودن شهره آفاقه. دخترمو میبره خونهشون؟ روزگار چند روز همه رو جون به لب کرده. خود توپراکم میخواست. اون بچه دخترمو خوشحال میکنه، وگرنه عمرم میذاشتم پاشو تو اون خونه بذاره. چی کار کنم؟ چاره ای ندارم. اول میخوان برن قبرستون. آقا یوسف اینطوری نوشته بود. خیلی وقت توپراک سر خاک نازلی نرفته، دلش میخواست بره. معلومه خب. دختره نتونست غمشو فراموش کنه، نه زخمشو مرهم بذاره. کارای سیتکی هم که نمک رو زخماش. انگار سرنوشت تلخش تمومی نداره. تموم میشه مامان، باور کن تموم میشه. قصه نخور. اونی که تموم میشه زندگیه. دخترم داره عذاب میکشه. نگاه نکن اینطوری سر پا وایساده. من میدونم اون چیا کشیده. میدونم مامان جان، میدونم چه حال روزی داشته. من برم شاید بتونم تو قبرستون بهشون برسم، تو هم یکم بخواب باشه. ببین دخترم، یه لحظه هم تنهاش نذاری یا. این روزا سخت‌ترین روزای زندگی توپراکه. کنار خواهرت باش. آخه من کی شماها رو تنها گذاشتم؟ تو رو، خواهرمو. میدونم دختر عزیزم. بخواب دیگه عزیزم. پاشو برو. چیزی نمیخوای؟ برو ناراحت نباش. برو عزیزم. نکنه میخوایم بریم پیش نازلی؟ آره، اونم دلش برات تنگ شده. خیلی وقت همدیگر رو ندیدین. بهتره یه سری بهش بزنی. بیهوش که بودم دخترم رو توی خواب دیدم. خیره انشالله. انگار واقعی بود. بزرگ شده بود. با همدیگه تو تراس شما بازی میکردیم. انقدر قشنگ بود که دلم نمیخواست بیدار شم. دلم نمیخواست تموم شه. تو خوابت تراسمون رو دیدی، ما رو ندیدی؟ نمیدونم. بقیه‌شو یادم نمیاد.
گلم گرفتم. شما دادین درستش کردن؟ آره؟ فقط یه سنگ کوچولو داشت، حالا مثل یه باغچه گل شده. میدونستم خوشت میاد. عزیزم، دختر نازم، حالت خوبه؟ آقا یوسف، نمیتونم محبتاتون رو جبران کنم. هر وقت به کمک احتیاج داشتم شما اومدین طرفم. به هم یه جون دوباره دادی، منو به زندگی برگردوندی. خیلی شانس آوردم که با آدمی مثل شما روبرو شدم. هر کاری ازم بخواین انجام میدم. اگه بگین بمیر توی چشم به هم زدن میمیرم. توپراک، من خوش شانس بودم که با تو آشنا شدم. تو واسه من خیلی با ارزشی. مرگ چیه؟ من میخوام خوشبختی تو ببینم. مگه نمیخوای یه زندگی شاد داشته باشی؟ الان وقت این حرفا نیست. میدونم که دلتنگی. سلام حوا. سلام. خیلی سختی کشیده. گفتم بیارمش اینجا یکم آروم شه. فکر خوبی کردی. مزارشم درست کردی. خواستم خوشحالش کنم. معلومه خیلی رو توپراک تاثیر گذاشته. قرار بود بدیم درستش کنن ولی نشد. با این اتفاقای کوچیکم خوشحال میشه. روزای بدی رو گذرونده. هممون باید ازش حمایت کنیم. حق با تو. دلتنگت بودم. یوسف چیکار میکنی؟ توپراک نمیدونه؟ نه، من چیزی بهش نگفتم. نمیدونه، لطفا تو هم بهش نگو. چرا بهش نگی؟ خواهر توپراک، عزیزم، اینجا خیلی قشنگ شده. ایلگاز ها رو که میشناسی. نجیب خانو میگی؟
دارن تو کار سوخت سرمایه گذاری میکنن. اگه مزایده رو ببرن حسابی پیشرفت میکنن. والا من که به نوبه خودم به موفقیتشون افتخار میکنم. هرچی باشه ایلگازا همشهری ما هستن. بذار اونی که پیشرفت میکنه از ما باشه. من بابا جون سیر شدم، با اجازتون. نوش جون دخترم. نوش جونتون. برادر، پا شما هم یه سر بریم طرف بازار. رئیس اتحادیه هر جا منو میبینه گلایه میکنه، میگه خیلی وقت نمیاین، بریم یه قهوه باش بخوریم. خیلی هم خوبه. نوش جونت پسرم. پسرم بعداً تو رو تو شرکت میبینیم. باشم. سلطان دست درد نکنه. شینیاتون هم خیلی خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود، عالی بود. دست درد نکنه. خیلی ممنون. بفرمایید. برای منه؟ بله آقا، برای شماست. شما این غذا رو خیلی دوست دارید. یکی 2 لقمه بخورید و بعد دست درد نکنه. سیر شدم ولی حرفتو زمین نمیندازم. خیلی خوشمزه است. واقعا دست بخورت حرف نداره. نوش جونتون باشه. بشینم که تنها نباشین. آره حتما، چرا که نه، بشین بخور. ممنونم. چطوره؟ نمک و فلفلشو میگم. آره. حالت خوبه دیگه؟ اوضاع بر وقف مراده نه؟ همه چی خوبه. مشغله‌های همیشگی. میگم یه چیزی میخوام ازت بپرسم. بپرس خاله. میگن دیروز حوای ما به یکی از دوستای پلیست روبرو شد. خب گفت در مورد پروندهتون به یه نتایجی رسیدین، از آقا مهمت بپرسین بهتون میگه. من گفتم بی خود نگرانش نکنم. مگه چی شده؟ 2 پسر بودن، هر دو هم سابقه دار. پلیس الان دنبال اوناست. گفتم اگه گرفتنشون به هوا خبر میدم. کار خوبی کردین. نگران نباش، اگه خبرش شد به تو هم خبر میدم. خدا حفظت کنه. غذاتو تمام نکردی. ممنون از دستپخت خوشمزت. خدافظ. مواظب خود باش. انشالله تو کارات موفق باشی. که اینطور. جانم آقا مهمت. پسر مگه بهت نگفته بودم که جریان این دختر پیش خودمون بمونه؟ چرا اسم منو وارد این ماجرا کردی؟ معذرت میخوام که دیر کردم. مهم نیست عزیزم. بریم. یواش. لطفاً تو جلو بشین. نه من عقب میشینم، اونجا راحت تره. نه جلو راحت تری عزیزم. حق با حواس. بیا بشین جلو. جلو راحت تری. جات راحت خواهر؟ آره مرسی. ببخشید. اشکال نداره. آروم پیاده شو باشه. خوش اومدین خانم توپراک. ممنونم مراد وسایل توپراکو بیار. ممنونم که اومدی هوا. این چه حرفی عزیزم؟ دلم نمیاد تنهات بذارم. درست حسابیم که نمیتونی راه بری. آقا یوسف، میخواستم ببینم اشکالی نداره تا وقتی توپراک خوب بشه یه مدت اینجا پیشش بمونم. چه اشکالی حوا؟ تازه بهترم هست. خیلی ممنون آقا یوسف. دلم برای خواهرم یه ذره شده بود. دیگه نمیتونم ازش دور باشم. خواهش میکنم توپراک. بیا بریم.
جمعیت خانم. جمیله چی شده؟ من اینجا. اینو تو اتاق آقای یوسف پیدا کردم. نمیدونم مال کیه. کجا پیدا کردی؟ روی زمین، احتمالاً برای شما یا منور خانم خریدن. با اجازهتون من میرم. جمیله نبینم در مورد این انگشتر تو آشپزخونه پچ پچ میکنی وگرنه برات بد میشه. مطمئن باشین خانم. با اجازه. ببین اگه به گوشم برسه به جون خودم میفرستمت پیش خالت. اینو یادت نره. خیالتون راحت باشه خانم، لال میشم. یک کلمه هم حرف نمیزنم. با اجازه. پسرم روزگار کجاست؟ با پینار رفتن گردش. زود برمیگردن. ای بابا هوا خیلی سرده. خدا کنه لباس گرم تنش کرده باشن. نگران نباش. اینجا همه مثل پروانه دور روزگار میگردن. این چه حرفیه؟ منظورم این نبود. توپراک بگیر بشین. من تو رو خوب میشناسم. تا روزگار رو نبینی آروم نمیگیری. درسته میدونم دوستش داری، ولی باید مراقب خودت هم باشی. خواهرت که اینجاست، خاله و دخترها هم که پایینن. هر اتفاقی افتاد خبرشون کن. سعی کن اول حالت خوب بشه، هم به خاطر خودت هم روزگار. باشه آقا یوسف. دکترم همینو گفت. برای اینکه زود خوب بشی باید حسابی استراحت کنی. متوجه شدی؟ هر چیزی هم که لازم داشتی به خودم بگو. نگران نباش آقا یوسف، من همیشه پیششم. شما اومدین؟ پسرم. آخ عزیز دلم. دیدی؟ چند لحظه پیش بهت چی گفتم؟ آخه دلم براش تنگ شده بود. چی کار کنم؟ خیلی خوب بشین، هر چقدر میخوای باش حرف بزن. قربونت برم. رفته بودی بگردی؟ میبینی وروجکو؟ انگار نه انگار که از صبح همه جا رو سرش گذاشته بود تا توپراکو دید ساکت و آروم شد. پسرم خیلی گرسنه شده. میشه خواهش کنم تنهامون بذاریم؟ خیلی خوب، من باید برم. منم برم پیش خاله بگم یه چیزایی برای خوردن حاضر کنه. پینار پیشش بمون، شاید چیزی لازم داشت. باشه. هنوزم داری با این کاغذا بازی میکنی؟ انگار کار دیگه ای نداری. چیزی شده مامان؟ نپرس منور. برادرت خیلی نگرانم کرده. ای بابا، مگه چی کار کرده؟ الان اگه بگم باورت نمیشه. یوسف یه انگشتر خریده. برای کی؟ من چه میدونم. برای من و تو که نخریده. بعدش هم یه پسر انگشتر رو برای چی میخره؟ حتما میخواد به یه نفر پیشنهاد ازدواج بده. ولی اون که معشوقه نداشت. ظاهرا که داشته. یعنی داشته و ما نمیدونستیم؟ منم نمیدونم، ولی مطمئنم یه خبراییه. منور، خودت یه جوری از دهن برادرت حرف مامان تو چرا انقدر هول برات داشته؟ داداشم وقتش که شد خودش میاد همه چی بهت میگه. یعنی منتظر برادرت بمونم؟ میخوام ببینم کیو برای خودش مناسب دیده. کجای این کارم بده؟ خب آخه من بهش چی بگم؟ اینم من باید بهت یاد بدم؟ انگار تا حالا با برادرت حرف نزدی. میری میشینی کنارش
آروم آروم یه جوری از زیر زبونش میکشی بیرون. ببینم این انگشتر رو برای کی گرفته، کیو برای خودش انتخاب کرده. ولی مامان، ولی منور، باید سر و تشو در بیاری. تو هم از یه طرف ناراحتم نکن. خیلی خوب باشه. حالا شد. انگار گفتم کوه بکن. وایسا، چی شده؟ بیا. چی کار میکنی؟ میخوام باهات حرف بزنم. خیلی خوب، بگو، گوش میدم. آخه اینطوری نمیتونم حرفمو بزنم. خیلی خوب. شب میریم یه جای خوب. نمیتونم بیام. باید پیش توپراک بمونم. به خاطر اون اومدم اینجا، میدونی که. دلیلش اصلا مهم نیست. از اینکه پیشمی خوشحالم. ولی شب نمیتونم بیام. فکر اونجاشم کردم. میسپرمش به دخترا. اونا تنهاش نمیذارن. بهت میگم ساعت چند میام دنبالت. باشه؟ نمیخوای دوباره ببریم خونه باغ که؟ نه اصلا. برام درس عبرت شد. میریم سینما. چی؟ واقعا میریم سینما؟ آره. هوا خانوم، پس تشریف آوردین اینجا. خوشحالم که میبینمت. روز بخیر آقا مهمت. روز شما هم بخیر. امیدوارم بیشتر همدیگر رو ببینیم. اتاقتون رو تحویل گرفتین؟ خاله، این مهمت داره میره رو اعصابم. همش با کنایه حرف میزنه. همش تو این فکرم که چیزی میدونی یا نمیدونه. دیگه داره دیوونم میکنه. هیچی نمیدونه. از کجا اینقدر مطمئنی؟ چون امروز صبح باش حرف زدم. پس چرا بهم نمیگی؟ پلیس افتاده دنبال 2 نفر آدم بیگناه. در مورد جریان تو هم بیگناهن. ولی قبلا یه کارایی انگار کردن. آره، از قدیم گفتن جون آدم در بیاد بهتر از اینه که اسمش در بیاد. یعنی اون گروهبانم همینو میخواسته بگه؟ عجب دیوانه ای بود. وقتی سر خودی همچین کاری میکنی برگ درختم تکون بخوره ترس ورد میداره. خوبه، یکم خیالم راحت شد. دیگه بدون نگرانی میتونم برم سینما. چه سینمایی دختر؟ ما خودمون یه پا فیلمیم. یوسف امشب میبرتم سینما. عزیزم، خوشگل، جیگر، میخوای لباساتو بپوشونم؟ توپراک، آستین بلند تنش کنم یا آستین کوتاه؟ آستین بلند تنش کن. هوا خیلی سرد شده. جمیله، بیا تو عزیزم. اینا رو منور خانم فرستاده. عکسای نامزدیشه. شما هم تو این عکس‌ها هستین. هر کدومو خواستین بردارین. ببینم. اینو ببین خواهر. عکس دوتایمون خیلی قشنگ افتادیم. جمیله، ما اینو برمی‌داریم. ببین اینجا هم تک افتادی. جمیله، ما اینا رو برمی‌داریم. باشه، شما نگاه کنین. هر کدومو خواستین بردارین. بقیه‌اش هم میدیم منور خانم. ببین اینجا هم با آقا یوسفی دارین با هم میرقصین. خیلی خوشگل افتادی. برداریم؟ میخوای اینم برش داریم؟ نه، نمیخوام. میخوام چی کار؟ مطمئنی نمیخوای؟ آره مطمئنم. بس همینا رو برمیداریم و بقیه‌اش هم برمیگردونیم به جمیله. زود لباساشو تنش کنی، وقت سرما میخوره. جمیله، بیا تو عزیزم. خوشگل، جیگر، میخوای لباساتو بپوشونم؟ لباساشو تنش کنی، وقت سرما میخوره. بس همین رو برمیداریم و بقیه‌اش هم برمیگردونیم به جمیله. زود لباساشو تنش کنی، وقت سرما میخوره.
منور، خوش اومدی. داشتم با ماشین میگشتم، گفتم یه سری هم به تو بزنم. چطوره، از ماشینت راضی هستی؟ خیلی، مثل همیشه میدونی از چی خوشم میاد. خواهر گلم. چی بگم بیارن، چای یا قهوه؟ قهوه میخورم. لطفاً یه شیر قهوه، یه دونم قهوه ساده بیار. ممنونم. خب چه خبرها؟ خیلی وقت خلوت نکردیم. نامزدی چطور پیش میره؟ چی بگم؟ شایدم به زودی دوتایی میشینیم برای هم تعریف میکنیم. فکر کنم میخوای به یکی پیشنهاد ازدواج بدی. شنیدم انگشتر گرفتی. از کی شنیدی؟ کی بهت گفته؟ خب میدونی خبرهای خوبم مثل خبرهای بد زود پخش میشه. طبیعیه دیگه. ببینم پای کسی در میونه؟ واقعیت داره؟ قربونت برم الهی. پسرم این پرونده رو آقا یوسف هم دید؟ بله دیدن. خیلی خوب. عمو جان سلام. سلام مهمت. وقت داری با هم یه چای بخوریم؟ خیلی ممنون پسرم، ولی الان جلسه دارم، بعدا میبینمت. عمو تونستی با یوسف حرف بزنی؟ آره باش حرف زدم، ولی نمیخوام جایی که مورد تاییدمون نیست باشیم. ولی تصمیم با خودته، خودت میدونی. برات آرزوی موفقیت دارم. راستش خیلی جا خوردم. این همه تو و حوا رو کنار هم دیدم ولی یه ذره هم شک نکردم. یعنی اصلا فکرشم نمی کردم. یعنی با هم رابطه داشته باشین و ما نفهمیم. مجبور بودیم پنهون کنیم. خب حالا خوشبختین؟ داریم همدیگر رو میشناسیم، تازه اول راهیم. پس راضی هستی؟ واسه گفتن این حرفا خیلی زوده. اگه عاشقش نبودی، یعنی این مسئله اینقدر جدی نبود، اینا رو برام تعریف نمی کردی. معلومه هوا تونسته خوب قلبتو تسخیر کنه. عاشق شدن اتفاق قشنگیه. اگه با اونی باشی که دوستش داری، دنیا مال تو میشه. آره. امیدوارم کنار هم خوشبخت باشیم. تو هم همینطور. خب دیگه من برم. بیشتر از این وقتتو نمیگیرم. ازت یه خواهشی دارم. جریان این انگشتر رو خود حوا هم نمیدونه. بعد از اینکه به حوا گفتم به مامانم میگم. خیالت راحت باشه عزیزم. این حرفا بین خودمون دوتا میمونه. ازت ممنونم. دیر که نکردم. توبرک داشت بچه رو میخوابوند، بهش کمک کرده. اشکالی نداره. حتی انتظارتم قشنگه.
خدایا این تیکه آخر رو میذارم به نیت این که به عشقم برسم و باهاش خوشبخت بشم. اوه خدا رو 1000 مرتبه شکر این پازل مسخره رو بالاخره تموم کردی. منم گفتم چرا بعد غذا نیومد. یادم رفت مامان. مراقب باش مامان. حالا انگار چیه؟ این همه براش زحمت کشیدم مامان. خب چی شد؟ با برادرت حرف زدی؟ دخترم باید به زور از دهنت حرف بکشم؟ بگو دیگه، دل تو دلم نیست. هیچی، خبری نیست. یعنی چی خبری نیست؟ سوال پیشش میکردی، یکم سماجت نشون میدادی. مامان هر چی خواسته بودی بهش گفتم، ازش پرسیدم. من که میگم داداش چیزی تو دلش نیست، یعنی قصد ازدواج با کسی رو نداره. عجب، پس تو اینطور فکر میکنی؟ دخترم یه پسر جوون انگشتر رو برای چی میگیره؟ اگه معنی دیگه میتونه داشته باشه به منم بگو دیگه. شاید هم مال قبل باشه، چه میدونم. اگه واقعا خبری بود حتما به من میگفت. وقتی چیزی نمیگه یعنی خبری نیست. آی نه 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 نه، این یوسف تو رو دست به سر کرده. گفته بچه ای، برای همین حرفی نزده. آخ منور، نتونستی از پس این کار بر بیای. میخواستم ببینم اگه دختر مناسب خانواده ما نیست جلوشون رو بگیرم. ولش کن، پاشو 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 بریم یه قهوه بخوریم. به خدا دیگه اعصاب ندارم. پایه یه پیک بخوریم. چی شده؟ نکنه برای کنفرانس مطبوعاتی نمیان؟ رسما منو تنها گذاشتن. میگن یه بار حرف از ذهن یوسف در میاد. کاش به کسی بروز نمیدادی. گفتم یه جوری راضیش کنم، برای همین به حمدالله گفتم. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای چی کار کنم بابا؟ رسما ضایع شدم. یارو مدام بهم زنگ میزنه، میگه اگه موافقت خانواده‌تو نگیری امکان نداره. پسرا بهتر نیست از این کار کنار بکشی؟ مثل اینکه کارا جور در نمیاد. حداقل تو این حرفو نزن بابا. تو زندگیم برای اولین بار یه فرصت بزرگ نصیبم شده. نمیخوام به خاطر یوسف این فرصت از دست بدم. خب میخوای چی کار کنی؟ اسم یوسف حاجی اغلو رو از دهن همه پاک میکنم. پیش همه رسواش میکنم. کاری میکنم بچهای تو کوچم بهش بخندن. اون موقع است که کسی دیگه روش حساب وا نکنه بابا. اون وقته که پسرت مهمترین آدم حاجی اغلو ها میشه. دوره مهمت حاجی اغلو شروع میشه. یه حاجی اغلوی دیگه. بلیت نمیخریم؟ قبلا گرفتم. خوش اومدین آقا یوسف. خیلی ممنون. شما هم خوش اومدین. کسی نیست؟ انگار غیر از ما کسی نیومده.
نه، شاید فیلم شروع شده همه رفتن تو. آره. چیزی میخوای بگیرم؟ نوشابه و ذرت بگیر. خوش اومدین. ممنونم. یه نوشابه و یه ذرت میخواستم. الان میدم خدمتتون. میشه شکلاتم بگیری؟ چشم عزیزم. لطفاً یه شکلاتم بدین. بفرمایید. بفرمایید، خیلی ممنون. خوش اومدین. بریم عزیزم. کارام تو آشپزخونه تموم شد. گفتم الان خوابیدی ولی به موقع رسیدم. دکتر گفته زیاد تحرک نداشته باشم. میدونی که وگرنه خودم میومدم. خیلی تو زحمت افتادی پینار. چه زحمتی عزیزم. سعی کن زود بخوابی. داروهاتم فراموش نکن. ممنونم. توپراک، اون عکسایی که میخواستی رو برداشتی؟ آره برداشتم. میتونی بقیه‌شو ببری؟ منور خانم عکسا رو فرستاده نگاه کنی. دستش درد نکنه، خیلی با درک و فهمه. واقعا همینطوره. خوب بخوابی. شب بخیر. شب بخیر. امیدوارم زیاد دیر نکرده باشیم. اینجا هم که هیچکی نیست. آره. یعنی چی آره؟ داری چی کار میکنی یوسف؟ چرا اینجا غیر از ما کسی نیست؟ خودم خواستم اینطوری باشه. سینما رو خصوصیش کردم. واقعا؟ پس دیگه از این زحمت ها نکش. با دختری که خجالت میکشه کنارت ببینن بیرون نری بهتره. آخه چه ربطی داره؟ حوا، مشکلی پیش اومده خانم؟ حوا، چرا وای نمیستی به حرفای من گوش بدی؟ میخوای چی رو گوش کنم؟ همش همون بهانه ها رو میاری. تو نمیخوای منو پیش تو ببینن یوسف. همیشه همین رفتار رو با من میکنی. آخه چه رفتاری؟ اگه اینطوری بود که باهات بیرون نمی اومدم. پس برای چی تایم اختصاصی گرفتی برامون؟ چرا ما نباید کنار بقیه فیلمو تماشا کنیم؟ چون فیلمش قدیمیه. هیچ کس هم تماشاش نمیکنه. میخواستم فیلم مورد علاقمو نشونت بدم، ولی تو برداشت خودتو کردی. شبمونم خراب شد. چی شد، کنسلش کنیم؟ نه شروع کنید. به نظرت اینا میخوان چی کار کنن؟ به رامیز اعتماد میکنن؟ رامیز رو قبول دارن، به جوونا هم اعتماد میکنن. یعنی چی؟ ما یه نفر شروع کردیم که تو نایت کلاب داره کار میکنه. حالا همه ازش خبر دارن. دیگه وقت نمایش قدرت کنار باید حاضر بشیم. به نظرم هنوز وقتش نیست. نقشه‌هایی رو که کشیدیم و فراموش نکن. مگه فکر بهتری هم داری؟ راستش آره. به نظر من میخوان همه چیز رو تلافی کنن. رامیز هیچ کار است. ازت یه چیزی میخوان بهشون اهمیت بدی. اونقدر بخوان که حالشون جا بیاد. اما بهتر این کارو بکنی. یک کمیسیونی کاری بهشون بده. بذار فکر کنن دوباره اومدن رو کار، احساس بزرگی کنن، میدونی؟ در ازای چی؟ ازده رو بنداز وسط. بعد کاری نداشته باش، بذار خودشون. اسم فیلم چیه؟ عشق مانعی نمیشناسه. الو؟ نجمی بی؟ خیلیشو از دست دادم؟ نه خیر. چطوری عزیزم؟ داریم حاضر.
اما موافق برام یه درخت خرید. پس خوبه. مواظبش باش. آراغوشم همین الان زدم. قربونش برم. اومدی. بالاخره اومدی رامیز. یوسف چی کار میکنی؟ بابا خیلی حساسه. میخواد بهش پیشنهاد ازدواج بدی. برای هرچی فقیر فقرا بودن رو شناسایی کن. بدهی چیزی داشتن صاف کن. رامیز کاراسکی امروز پسردار شده. این رو هم پخش کن. این باشه، اینو نبر. این مال مادر پسرمه. خوش اومدین جناب بی. فیلمو دوست داشتی؟ خیلی خیلی فیلم قشنگی بود. واقعا ممنونم. عجب عشقی. اگه به هم نمیرسیدن قصه میخوردم. موقعی جدا شدن خیلی عذاب کشیدن. کاش عشق ما هم همینطوری بشه حوا. صبح بخیر پینار. صبح بخیر آقا یوسف. اجازه هست برم اتاقتون؟ میخواستم ملافه ها رو عوض کنم. آره میتونی بری. پینار. بله آقا یوسف. تو اتاق من یه انگشتر ندیدی؟ دیروز اتاقتون رو من تمیز کردم ولی انگشتر رو ندیدم. میخواین از بقیه هم بپرسم؟ شاید اونا دیده باشن. نه لزومی نداره، مهم نیست. احتمالاً گمش کردم. برو به کارت برس. با اجازتون. خیلی ممنون. روزتون بخیر. روزتون بخیر. خسته نباشی عادل. او محمد شهردار، حال چطوره؟ خیلی ممنونم. احوالت چطوره؟ خدا رو شکر. بفرما بشین. نه نمیشینم. ازت یه خواهشی داشتم. بفرما. میخواستم که جنیت شما رو ببینم. باشه بریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. منور هنوز بیدار نشده؟ چرا بیدار شده؟ لباس میپوشه میاد. اوه خاله سلطان مربای گل درست کرده. خیلی وقت بود درست نمی‌کرد. تو نمیدیدی؟ همیشه مربا رو میز بود. واقعا؟ حواسم نبود. معلومه این روزا حسابی کیفت کوکه. ظاهرا فکرت یه جای دیگه است. ایشالله این لبخندا ختم به خیر بشه. یوسف جان چیزی هست که ازمون قایم میکنی؟ مامان اینا چه حرفاییه؟ اگه خبری بود بهمون میگفت مگه نه؟ امیدوار. صبح بخیر. صبح بخیر دختر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. اول صبحی کپکت خروس میخونه. آره حتما شبت خوش گذشته. آره
تمام شب و دست تو دست و چش تو چش بودیم. ماشالله ماشالله. به زودی کل این شهر از شما حرف میزنن. یوسف حاجی اغلو و دختر رمزی دست تو دست فیلم نگاه میکردن. کسی نبود که خاله، فقط کارکنای سینما بودن. یوسف به خاطر من تایم اختصاصی گرفته بود. اینطوری پیش بره دیگه امیدی نمیمونه. نمیبینی برای اینکه نبینیش چی کار کرده؟ خاله چه ربطی داره؟ تو هم ندونسته یه چیزایی برای خودت میبافی ها. اولا این فیلم مورد علاقه یوسف بود، یه فیلم قدیمی بود، برای همینم سینما رو اختصاصی برای من گرفته بود. میبینی چطور این پسر یواش یواش تو رو تبدیل به همون دختری کرد که دلش میخواست دمش گرم. دیگه حرفی از ازدواج نمیزنه. همینطوری با هم خوشین دیگه باید چی کار کنم خاله؟ قیافه میگیرم عصبانی میشی، میگی رفتارتو ملایم تر کن، حرفتو گوش میکنم ازم ایراد میگیری، هر کاری میکنم راضی نمیشی. قیافه گرفتن دلکیه خانم. دماغتو بالا میگرفتی میگفتی اگه بام ازدواج نکنه عقب وای میسم، نمیذارم با هم بازی کنه. خواستم روزی رو که فرار کردی و اومدی و یادت بندازم. چی کار کنم این کارو بکنم؟ همه چی به هم میریزه. بعدش هم اگه فاصله بگیرم جدا میشی. زیر سنگ بمون، زیر حرف نمون، فهمیدی؟ تمومش کن. که چی بشه؟ همه چی داره خوب پیش میره. من و یوسف میونمون خوبه. توپراکم یوسفو مثل برادر خودش میبینه. که اینطور؟ از کجا فهمیدی؟ عکسای نامزدی رو آوردن. عکس یوسف و توپراکم بود. توپراکم حتی نگاش نکرد، نخواست. من خواهرمو میشناسم، سوتی بده مچشو میگیرم، حتی زیر چشمیم به یوسف نگاه نمیکنه. اگه تو اینطوری میگی خب حتما همینطوره. تو یه خونه بزرگ شدین، هیچکی بهتر از اونو نمیشناسه. دقیقا. صبح بخیر. خواهر جونم فکر کردم خوابیدی وگرنه صبونتو میوردم بالا. عزیزم من حالم خوبه، نمیخواد نگران من باشی. خب بذار برای چایی بریزم. صبح بخیر خانوما. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. صبح بخیر. صبر کن دخترم، من برمیدارم. حالت خوبه توپراک؟ ممنون، خوبم. ببینم از خودت مراقبت میکنی؟ خیلی خوبه. بیا خواهر جون. حوا یه لحظه میای. فعلا خداحافظ. خداحافظ آقا. ساعت 7 بیا میدون ساعت. منتظرتم. برای چی؟ میدون ساعت چه کار داریم؟ ساعت 7 فراموش نکن. والا راستش کار سختی ازمون میخواین. میدونم آقای رئیس، اگه مهم نبود خواهش نمی‌کردم. محکوما رو روز غیر از ملاقات بیرون نمیاریم، ولی اگه برای شما انقدر مهمه حرفتون رو زمین نمیندازیم آقا مهمت. افسر نگهبان رو به اتاقم بفرستید، بگین فوریه. ممنون جناب رئیس، محبتتون رو فراموش نمی‌کنم. فوراً جنید دوران رو از بخش دی بیار اینجا. ای بابا من خودم بر می داشتم. من خوبم، نگران نباش. من میرم به روزگار سر بزنم. باشه منم الان میام بالا. بیا. خب برای چی صدات کرد؟ گفت ساعت 7 میدون ساعت همدیگه رو ببینی. میدون ساعت؟ ای بابا، میدون ساعت چه خبره؟
چه میدونم، خاله منم مثل تو. اینجا رو عکسای اینجا. پینا رو جمیله آوردن اینجا که عکسای خودشونو بردارن. تفلکیا چقدر مشتاقن. ببین عکس منم این توه. این چه قیافه‌ایه برای خودت گرفتی؟ نگاشون کن. حیف شد دختره مثل دسته گل دادن به کی؟ از همون اول از این پسر خوشت نمیومد. ناسلامتی برای خودش فرمان داره. چرا این حرفو میزنی؟ شهر دارم که باشه 2000 نمیارزه. عجیبه، این عکس‌ها ناقصن. عکس 2 نفره توپراک و یوسف نیست، پس کو؟ همون عکسیه که توپراک نخواسته بود. آره. من برای بازرسی سر میرم پایین. چی شد رئیس؟ یعنی تو اتاق با اینا تنها بمونم؟ وقتی بابام اومد همچین کاری نکردین. این یعنی چی؟ معلومه به بابات مثل آقا مهمت اطمینان نکرده بودم. شما هم نگران نباشین، همکارم پشت در وایساده. اگه لازم شد کمکتون میکنه. ممنونم جناب رئیس. خواهش میکنم. روزتون بخیر. حالت چطور آقای جنید؟ ممنونم. امیدوارم که زودتر آزاد بشی. دمت گرم، ولی سر در نمیارم. تو چرا پیگیری زندونی من شدی؟ بابات از دوستای قدیمی مونه، با هم دیگه همکار بودیم. اومد ازم خواهش کرد که اگه کاری ازم برمیاد برات انجام بدم. ما هم گفتیم هر کاری یه راهی داره آقا. بیا بشین. توپراک؟ پینار، توپراکو ندیدی؟ نه، انگار داشت حاضر میشد بره بیرون. کجا؟ نمیدونم، گفت روزگار رو میبرم بیرون. خودش هم انگار باید پیاده روی میکرد. خیلی خوب. پینار، یه سوال. عکسای نامزدی که جمیله آورده بود کو؟ یکیشونو میخواستم بردارم ولی پیداش نمیکنم. انگار نیست. بعد ما کسی بهشون دست زد؟ نه، بعد شما کسی نگاه نکرد. من بردمشون پایین تو آشپزخونه که با جمیله نگاه کنیم. باشه فهمیدم، ممنون. کنجکاو شدم. این کار چجوری ممکنه؟ خیلی آسونه آقای جنید. یه نفر رو پیدا میکنیم جرمتو گردن بگیره. اینجوری تو هم آزاد میشی. دادگاهت کیه؟ آخر این ماه. خوبه. کارو تموم شده بدون. آخر این ماه آزاد میشی. به زودی میری پیش معشوقت. درود به شرفت. اون از همه بیشتر خوشحال میشه آقا مهمت. نامزدیمون هم میتونیم بگیریم. هوایی من دیگه تنها نمیمونه. قرار بود نامزد کنین؟ آره، روز ملاقاتم. راستش من زیاد مایل نبودم ولی گفتم یه بیشرفی پیداش میشه اسمم روش باشه بهتره. میگیری که چی میگم؟ نه، فکر خیلی خوبیه. میبینی؟ وقتمون بلند بود. خدا تو رو سر راه ما گذاشت. نامزدیتون رو تو هتل ما بگیرین. یه مراسم خوب و آبرومند.
خوش اومدی. خیلی ممنون. چرا گفتی بیام اینجا؟ قراره جایی بریم؟ نه، میخوام یه چیزی بهت بگم. همینجا؟ آره همینجا. راستش منم میخواستم باهات حرف بزنم ولی نه، اینجا خیلی شلوغه. شلوغه؟ مگه دلت نمیخواست بین مردم باشیم؟ منم کاریو کردم که میخوای. یوسف نمیتونم اینجا حرفامو بهت بزنم. باشه ولی من میگم. هیچ اشکالی هم نداره کسی حرفامو بشنوه. حوا. یوسف، با من ازدواج میکنی؟ حوا، نمیخوای چیزی بگی؟ جوابمو نمیدی؟ میشه بعداً حرف بزنی؟ اینجا خیلی شلوغه. از نظر من که ایرادی نداره. اینجا جاش نیست یوسف. مگه تو نمیخواستی که همه با خبر بشن؟ من که میگم همه باید شاهد این لحظه باشن. باشه؟ حوا، من میخوام تو همسر من بشی. مگه تو همینو نمیخواستی؟ نکنه نمیخوای؟ یوسف، نمیتونم. نمیشه. حوا، اصلا وقت شوخی کردن نیست. یوسف، من اصلا شوخی نمی کنم. نمیتونم باهات ازدواج کنم. نمیتونم. یوسف، تو رو خدا نرو حرف بزنی. شنیدن یا رو شنیدم. یوسف، نرو. نرو.
آمدی؟ کجا بودی؟ با پسرم رفته بودیم هواخوری. آفرین. انگار اونی که تازه از بیمارستان مرخص شده منم، نه تو. چی کار کنم خاله؟ حوصله‌ام سر رفته بود. خیلی خوب. چیزی لازم نداری؟ نه خاله جون. باش. خاله ها. من که نبودم کسی اومد توی اتاقم برای نظافت. دختر فرصت نکردن بیان بالا، ولی آخرین بار فکر کنم هوا اومده بود اینجا. چطور مگه؟ حالا چیزی شده؟ شالم رو روی تخت جا گذاشته بودم، الان پیداش نمی کنم. گفتم شاید بردن بشورنش. دنباله میگردی؟ اینجا گذاشته بودم. خیلی خوب. حالا که چیزی گم نکردی من به حمید خانم سر بزنم. الان میرن سر میز غذا. حوا، شبت بخیر مراد. شب بخیر. آقا یوسف نیومده نه؟ نه نیومده. فکر نمی کنم امشب بیاد. چیزی شده؟ هیچی نیست. ممنون. اومدی؟ خالم کجاست؟ تو اتاق غذاخوری داره میز شام آماده میکنه. هوا کجا بودی؟ یکم رفتم هواخوری. پیاده روی. کاش بهم خبر داده بودی. منم روزگار برده بودم بیرون. اینطوری با هم دیگه قدم میزدیم. خاله چند تا سفارش داشت اونا رو گرفتم خواهر. گفتم تو رم دنبال خودم نکشونم. روزگار خوابید. بریم پایین غذا بخوریم. تو برو پایین، من باید برم. کجا؟ خونه. آخه چرا؟ نکنه کسی حرفی زده؟ کسی چیزی نگفته توپراک. نگران نباش، اتفاقی نیفتاده. خب اگه اینطوریه چرا میخوای بری؟ دیگه خوب شدی خواهرم، بهم احتیاج نداری. اینطوری خیلی بهتره برای تو. حداقل امشب بمون، اون وقت فردا برو. نمیخوام توپراک. لطفاً اصرار نکن. خواهر چیزی شده؟ آقا یوسف، دیدن شما تو این بار باعث افتخاره. خیر باشه. برام یه راکی بیار. راکی خواستنت نشون میده اوضاع احوالت خوب نیست. البته حالت هم خوب باشه این دور و برا نمیای. یخم بنداز. میخوای بریم یه جایی بشینیم و خوش بگذرونیم؟ مطمئن باش از راکی بهتر جواب میده. خیلی خوب، انگار حالت حسابی گرفته. یه دونه بخور آروم شی، بعداً با هم حرف میزنیم. خانم اجازه میدین غذا رو بکشم؟ یوسف هنوز نیومده سلطان؟ نه هنوز نیومده. باشه پس شروع کن. با عجله از شرکت رفت بیرون. به منم نگفت کجا میره. آره منم میخواستم باهاش حرف بزنم ولی عجله داشت. عجیبه.
دخترم یه زنگی به برادرت بزن. زنگ میزنم ولی تلفن تو اتاقمه، باید برم بالا. ممنون سلطان. خواهر جون چیزی نیست، جدی میگم. اینطوری برای تو هم خیلی بهتره، باور کن. ولی رفتن تو اصلا برای من خوب نیست. این حرفو نزن. حالت کاملا خوبه، با روزگارم میری پیاده روی. خاله‌ام که اینجاست، دیگه احتیاجی به من نداری. فقط قول بده مواظب خودت باشه. خب دیدی هممون نگران سلامتیت بودیم، نذار فکرم اینجا بمونه. خب حالا که دیگه راضی شدی منم برم. اخماتم باز کن. خوشگل کوچولوی من. هوا حالم داره یه جوری میشه. چی شده؟ توپراک جان، عزیز دلم، خواهر جونم، خاله. داداش نمیای؟ نه منور، نمیام. به مامانم بگو که نمیام. باشه. توپراک بلند شو. خاله جون چی شده؟ صدای کیه؟ نمیدونم داداش، بذار نگاه کنم. توپراک جان، توپراک چشماتو باز کن. تو رو خدا خواهرم، چشاتو باز کن. الهی فدا. چی شده؟ نمیدونم، یه دفعه از حال رفت افتاد رو زمین. توپراک پاشو عزیزم. توپراک از حال رفته. میبخشی من قطع میکنم. حسابی سرعتت بالاست، یکی دیگه بریزم؟ بریز، من برمیگردم. منتظرتم آقا یوسف. چشماتو باز کن. بیداد بی خود بی جهت از حال رفت. نمیدونم، خاله یه افتاد رو تخت، سردر نمیارم. دکتر یه مریض داری، میشه فوراً بیاین اینجا؟ توپراک اینو بکن عزیزم. ببینم هوا، اتفاق ناراحت کننده ای براش نیفتاد؟ نه خاله، چه اتفاقی؟ نمیدونم. به دکتر زنگ زدم، الان میاد. خواهر داره به هوش میاد. خواهر عزیزم چی شده؟ فقط از حال رفتی، چیزی نیست. آخ دختر سیاه بخت من، بدنت ضعیف شده، برای همین افتادی. الهی مردشور اون سیدگیو ببره ایشالله که این بلا رو سرت آورد. الهی ذلیل و در به در بشه. خاله چی داری میگی؟ الان چه وقت این حرفاست واقعا؟ که بس کن. فکر کنم اگه آب بهش بدین براش خوب باشه. خواهر میرم برات یه لیوان آب بیارم، بگیر. دوست دارم توپراک. منم دوست دارم عزیزم. تا حالا هیچ کس رو اینقدر دوست نداشتم.
اجازه نمیدم توبرک، اجازه نمیدم. خوش اومدین. ببخشید. شبتون بخیر. خوش اومدی. خوش اومدین آقا. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه آقا، ما هم نفهمیدیم که چی شده. یه دفعه حالش به هم خورد افتاد زمین. حالت خوبه توپراک؟ خوبم آقا یوسف، چیزیم نیست. ببخشین همه رو نگران کردم. این چه حرفیه میزنی؟ بیا عزیزم. کی از توپراک خانم مراقبت میکنه؟ خواهرم. مورد نگران کننده ای نیست، فشارش افتاده. دلیلش چی بود؟ خب بعد از یه عمل سنگین طبیعیه، ولی خودتون رو بیش از حد خسته میکنین. تو دوران نقاهت باید بیشتر از این مراقب باشین. شیرم که میدین، نباید بذارین زیاد خسته بشه، به تغذیه‌اش برسین، زیاد تحرک نداشته باشه و استراحت کنه. چشم آقای دکتر، خیالتون راحت. ممنون. با اجازهتون. خیلی ممنون. من راهنماییتون میکنم. ممنون دکتر. چرا مراقب خودت نیستی؟ روزگار رو برده بود بیرون. مادر دیگه دلش طاقت نمیاره، خواست به سرش یه هوا بخوره. تو به من قول دادی. چی کار کنم آقا یوسف؟ روزگار خیلی بیتابی میکرد. گفتم یه کمی هوا بخوره. ببینید آروم گرفته و خوابیده. اون وقت میگی مراقبم. توپراک، تو باید مواظب باشی، نباید زیاد حرکت کنی. میخوای بگم پینار از روزگار مراقبت کنه؟ نه، قول میدم بیشتر مواظب باشم. دفعه بعد عصبانی میشم. من میرم این چیزی برای خوردن بیارم. سلطان، اگه چیزی لازم داشتین بهم بگین. بله آقا. شما امشب بر نمیگردین؟ نه نمیام. شبتون بخیر. خدا نگهدار. کجا موندی؟ یخایی را که خیلی وقت آب شدن ها. یکی دیگه آماده کن، دارم میام اونجا. چی شده دختر؟ خاله اینم شد سوال. معلومه چی شده، برو کنار برم تو. خودت خیلی خوب میدونه چی شده. خاله میخوام توپراکو ببینم، برو کنار. خوابیده، داره استراحت میکنه. تو هم با من میای میریم پایین که گزارش بدی. را بیافت. خب چی شد؟ حالش چطوره؟ فشارش افتاده بود پایین، ولی الان بهتره. دختر بیچاره این روزا خیلی بنیاش ضعیف شده. باید خیلی مواظب خودش باشه. تفلک تازه عمل شده. بهتر اون خواهرش به جای اینکه این ور اون ور دائم ول بگرده یکم از اون مراقبت کنه. عزیزم اومدی؟ بیا پسرم، بیا برای یوسفم غذا بکش، همونیه که دوست داری. نه مادر، نوش جونتون، من میرم. پسرم برای چی اومدی؟ به خاطر توپراک. اگه کاری ندارین من میرم. عزیزم این همه غذاهای خوشمزه است، بیا یکی دو لقمه بخور بعد میری. مادر جون من اصلا گرسنم نیست. یعنی انقدر عجله داری؟ اصرار نکن، حتما یه کاری داره. خب شب بخیر. شب بخیر پسرم. دیر وقت میای؟ خانم خیلی خوب. شب تو هم بخیر. یک کلمم از دهنش در نمیاد. بیا تو ببینم. تعریف کن چی شده. حق نداری که بگی هیچ اتفاقی نیفتاده. هم تو هم یوسف شدی مثل 2 گل پژمرده. یکی بهتون دست بزنه پرپر میشین.
حوا، حوصله منو سر نبر، حرف بزن. میدونی ساعت که میرفتی اینجوری نبودی. انگار جن دیدی. فقط تو هم نیستی، یوسف هم مثل توه. چرا نمیگی چی شده؟ به این پیشنهاد ازدواج داد. جدی میگی دختر؟ آره. اونم وسط میدون جلوی چشم همه. برای همین منو کشونده بود میدون ساعت. آفرین به تو دختر، به خدا ازت قطع امید کردم. شیر مادر حلالت. دختر الان باید جشن بگیریم و برقصیم نه؟ بگو ببینم کی میان خواستگاریت. بگو ببینم چیز دیگه ای هم گفته. تو چرا این قیافه رو به خودت گرفتی؟ به جای اینکه بزنی و برقصی چرا ابروات تو همه؟ قبول نکردم. چی کار کردی؟ یه بار دیگه بگو. پیشنهادشو قبول نکردم. ممنون دخترم. نوش جونتون. اون برای خودش مردی شده. هی 2 لقمه غذا بخور، نرو ساعت چند برمیگردی. یه چیزی بگم خانم، اصلا انتظار این رفتار رو نداشتم. گفته باشم آقای الماس، من یه مادرم. هر چقدر میخواد بزرگ شده باشه، به چشم من هنوز یه بچه است. آره معلومه. نگرانشم. مگه ایراد داره؟ نه، این پسره یه دردی داره. یه روز میبینی کیفش حسابی کوکه، ولی فردای همون روز انگار از تشییع جنازه برگشته، لب و لوچش را بیزونه. من که سر در نیاوردم. جریان چیه؟ این اواخر خیلی بهش فشار آوردی. شاید دلیلش همین باشه خانم. این بچه رو من به دنیا آوردم. چی تو دلشه، چی کار میکنه، همه رو حس میکنم. همه اینا بعد اون انگشتر اتفاق افتاد. میبینی؟ حتی دنبالش هم نگرفت. ولی ازش میپرسم، به خدا باهاش حرف میزنم ببینم انگشتر رو برای کی گرفته. بپرس حمیت خانم. آره بپرس، هم خیال تو راحت بشه هم ما. وای خاله، انقدر دور سرم نچرخ. تموم شد. یعنی چی تموم شد؟ تموم شد یعنی تموم شد. بازی تموم شد خاله جون. با یک کلمه گفتن تموم شد تموم میشه. آره به همین راحتی. بس به خاطر بابام این همه تو گناه افتادیم. چی شد؟ تعریف کن ببینم. کشش نده خاله. گفتم تموم شد، دیگه نپرس. حوا، اعصاب منو به هم نریز. یه نهال کاشتیم درخت شد، حالا هم میوه داده. اون وقت میگی من سیرم، مگه زده به سرت؟ حوا، دختر چشم عسلی من، با هم دیگه از رودخونه ها گذشتیم. حالا تو کدوم دره گیر کردیم و داریم غرق میشیم؟ بگو چرا میگی تموم شد؟ دلیلی نداره خاله. مگه اونی که قراره باهاش ازدواج کنه و تو بغلش بره من نیستم؟ منم میگم نمیخوام. بقیه‌شم نپرس. خوب گوش کن ببین چی میگم. حق نداری از اون قیافه‌ای که برای یوسف میگیری برای منم بگیری. اون بازی که ازش حرف میزنی زندگی هممونه. زود باش بگو چی شده. بالاخره اومدی آقا یوسف. تا یخ و شاب نشده بخور که اینم بیرون نریزم. خب نمیخوای تعریف کنی؟ این صحنه برام یه جورایی آشناست. بازم بتول حالتو گرفته؟ اون ماجرا خیلی وقت تموم شده. پس بگو خیلی وقت همدیگه رو ندیدیم. منم میگم این دلتنگی که تو دلمه برای چیه ها. نگو دلیلش تویی، تقصیر توه. ازگی، حالم خوب نیست. یکی دیگه لطفاً.
خیلی خوب، شاید این حالتو جا بیاره. دلیلشو نگهدار برای خودت. یه ذره‌ام برام مهم نیست. زود میری از یوسف عذرخواهی میکنی، لازم باشه به پاش میفتی و پیشنهادشو قبول میکنی. این کارو نمیکنم. شیطونه میگه یکی بخوابونم زیر گوشت، اون دومتم بچینم. هوا ببین تو کار دست خودم ندادم، سر عقل بیا دختر. ما این کارو برای چی شروع کردیم؟ مگه برای این نبود که انگشتر رو دستت کنی؟ حالا به سر نرم شده، از اون مهمتر عاشقت شده، دل به دریا زده و میخواد باهات ازدواج کنه. رفتی به آخرش که رسیدی، دستتو دراز کن برش دار. گوش کن، ما این کار رو با هم شروع کردیم، با هم تمومش میکنیم. تو هم حرف منو گوش میدی، شنیدی چی گفتم؟ حالا برو یوسفو پیدا کن، پاشو. اونی که قراره خوشبخت بشه منم. تو چی میگی؟ بعدش هم اگه تو نبودی روبرون وایسادی و گفتی از این لحظه به بعد من دیگه نیستم. مگه تنهایی تصمیم نگرفتی و گفتی این کار دیگه تموم شد؟ منم تصمیم خودم رو تنهایی گرفتم. تموم شد، میفهمی؟ تموم شد. دختر یه دلیلی بگو که با عقل جور در بیاد. تموم شد. هیچ چی دیگه نمیخوام بشنوم، تمومش کن. دلیل ملیل نداره. تموم شد. این زندگی منه. غلط میکنی با این زندگیت. میری تو خونه واقع پسره، تو رخت خوابش عشق و مشق میکنی، آب از لب و لوچت آویزون میشه که باهات ازدواج کنه. حالا شخ و شونه میکشی؟ نه خیر، همینجا همه چی رو بهم میگی، وگرنه نمیذارم سالم از در این اتاق بری بیرون. فهمیدی حالا؟ اینجا چه خبره؟ داد و بیدادا برای چیه؟ صداتون همه جا رو برداشته، سر چی دعوا میکنی؟ چیزی نیست خانم، یه موضوعی بود داشتیم در موردش بحث میکردیم. واقعا که دستت درد نکنه. خواهرت تو حال خودش نیست، اون وقت اینجا بساط غیبت رو پهن کردی؟ زود باش برو، حالا که برای کمک اومدی به یه دردی باخار. برو. خب جریان چیه؟ واسه چی داد میزدی؟ پا رو دمت گذاشته بودم؟ چیزی نیست خانم، به خاطر وضعیت توپراک ناراحت بودم، همین، چیز دیگه ای نبود. دیگه کافیه، میرم بخوابم. هرچو راحتی. شماره اتاق تمونه؟ بعدت که نمیاد مهمون داشته باشی؟ تنها میخوابم.
آی اینجام که باز مونده. هوا چقدر سرده. ای من به تو چی بگم دختره یه دیوونه. تو این سرما ببین کجا خوابیده خبرش. هوا 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 با تو هم. هوا پاشو دختر الان یخ میزنی. خاله مرگ و خاله. خدا رو شکر هنوز خون به مغزت میرسه. مثل گاو اینجوری به من زل نزن. پاشو برو تو. مگه دیوونه اینجا میخوابی؟ نخوابیدم چرت زدم. اصلا بگو ببینم از کی اومدی اینجا؟ به پسر پشت میکنی و بعدش هم اینجا تا صبح انتظارشو میکشی؟ انتظار کسی رو نمیکشیدم. اومدم هوا بخورم خوابم برد. آره جون خودت. وقتی چراغا رو خاموش میکردم دیدمت. همینجا نشسته بودی. تو این سرما دست از لجبازی برداشتی. آره خوب فکراتو کردی؟ هیچی عوض نشده خاله. من سر حرفمم. هوا اگه همینجا به باد کتک بگیرمت بازم دلم آروم نمیگیره. فقط یه دلیل بهم بگو. یه دلیل. عجب گیری کردی. ما دلیلی نداره. نمیخوام. دست از سرم بردار. ببین چجوری حرف از دهنت میکشم. عجله نکن دختر کل شق. صبح بخیر آقا. صبح بخیر خاله. خیر باشه. این وقت صبح چرا بیدارین؟ توپراک طوریش شده؟ نه اتفاقی برای توپراک نیفتاده. فقط هوای مقدار بد خواب شده. منم تازه از خواب بیدار شدم. باید سرتو بکوبی به دیوار. ولی چه فایده؟ وقتی مرد جماعت سر صبح برگرده خونه اصلا علامت خوبی نیست دختر. برام مهم نیست خاله. هر کاری میخواد بکنه. ای گل بگیرن اون دهنتو دختر. اگه اسم من سلطانه که میفهمم جریان چیه. اون وقت روزگارتو چی کار میکنم؟ روزگارتو سیاه میکنم. عزیزم خوشگلم عزیزم. صبح بخیر خواهر جون. هوا کجایی؟ صبح نگاه کردم نبودی. تو تراس بودم رفته بودم هوا بخورم. حالت خوبه؟
میخوای برات صبونه بیارم؟ نه نمیخواد. منم چند دقیقه دیگه با تو میام پایین. این چه حرفی میزنی خواهر من؟ دکتر چی بهت گفت توپراک؟ مگه نگفت از پله ها بالا پایین نری؟ الان برای هر دومون یه صبونه مفصل درست میکنم. باشه. فقط یه خواهشی ازت داشتم. بگو عزیزم. میگم این گهواره رو بذاریم اونور. آخه اینجا از لای در سوز میاد. باشه تو بشین من درستش میکنم. خاله سلطان، بفرمایید آقا. یه چند روزی تو خونه باغ میمونم. میشه وسایلمو بفرستین اونجا؟ خیر باشه آقا، اتفاقی افتاده؟ هیچی، کاریو که گفتم بکنین. باشه، هر جور راحتین. از هر کی هم میپرسیم نه دلیلشو میدونه نه حرفی میزنه. خاله با من بودی؟ گفتم هر کی به کار خودش برسه. اون چیه دخترم؟ تخم مرغ. چه جالب. جدی میگی؟ لعنت بر شیطون. دختر منم میبینم تخم مرغه. اینجوری شلوول باشه معده حمیت خانم ناراحت میشه. هنوز یاد نگرفتین دیگه. یاد نگرفتین. بذار یکم دیگه بپزه. من چی به شما بگم آخه؟ چی بهت بگم؟ صبحانه آماده است؟ فعلا تعلیم آشپزیه. کمک لازم ندارین؟ نه دخترم ممنون. تو برای خودت یه چایی بریز، گرم میشی. شایدم خون به مغزت رسید. ممنون خاله. من و توپراک صبحونمونو بالا میخوریم. طرفت داره میره خونه باغ. یه چند روزم اونجا میمونه. لطفاً نگو طرفت. شب سال نو بابا نوئل که آسمون و زمین رو یکی می کرد، بالای سرش ستاره ها، زیر پاش صبحونه اومد. خواهر جونم واقعا دستت درد نکنه. هر وقت کمک میخوام تو کنارمی. بایدم همینطوری باشه عزیزم. ولی اینطوری تو خودتو خیلی خسته میکنی. بعدشم من حالم خوبه. میتونستم بیام پایین. صبحونه رو توی آشپزخونه میتونم بخورم. مطمئنی توپراک؟ یعنی میتونی از پس کارات خودت بر بیا؟ معلومه که برمیام خواهر جون. خوبه پس میخوام یه چیزی بهت بگم. من میخوام امروز برگردم خونه. برای چی؟ ببین دیشبم پرسیدم اما عصبانی شدی. نکنه حمیت خانم چیزی گفته؟ ببین اگه اینطوریه با یوسف خان حرف میزنم. اون خودش همه چیزو حل میکنه. نه مشکلی نیست. با آقای یوسفم نمیخواد حرف بزنی. مشکلی ندارم، فقط حوصله‌ام تو این خونه درندش سر رفته. من که مثل تو اینجا روزگار ندارم. حق با توه. بعد از مردن نازلی همه زندگیم یه جورایی به هم ریخته شده. به خاطر خواهرت این همه اذیت شدی. جلوی قرقرای حمیت خانم صدات در نیومد. برای اینکه حرف پشت سرم نباشه دنبال کارای خونم میرفتی. حالا دیگه باید خودم از پس کارام بر بیام. حق ندارم بیشتر از این تو رو اذیت کنم. این چه حرفیه میزنی؟ معلومه انجام میدم. مگه من غریبم؟ مثلا خواهرتم. به خاطر تو همه کاری میکنم توپراک. لازم باشه از زندگی من میگذرم. خیلی خب من میرم. ولی اگه اتفاقی افتاد حتما خبرم کن قبل از همین. قربونت برم. بس کن. عزیز دلم.
از اینکه درکم کردی مرسی. خیلی خوب. حالا صبونتو بخور. صبح بخیر مامان. صبح بخیر عزیزم. میبینم سحرخیز شدی. جمیله زود یه چایی بیار، عجله دارم. چشم آقا. پسرم دیشبم که گفتی کار دارم بدون اینکه سر سفره بشینی رفتی. یعنی منتظر پدرت نمیمونی؟ امروز عجله دارم. راستشو بخوای خیلی کنجکاوم بدونم این کاری که شب و روز تو به هم ریخته چیه. گفتم که کار دارم، باید برم باغ. یوسف جان چیو از ما پنهون میکنی؟ آخه چیو باید پنهون کنم؟ مگه میشه نفهمم پسرم؟ من یه مادرم. یه خبری هست اینو با تموم وجودم حس میکنم. بفرما. حتی چشماتم ازم میدزدی. چی شده عزیز دلم؟ میبینی مادر و پسر خیلی از هم فاصله گرفتیم. از این بابت همش غصه میخورم، عصبانی میشم، هیچی نمیگی، سرزنشت میکنم، این خیالت نیست. این کارو نکن پسرم، این کارو نکن. صبح بخیر حمیت خانم. صبح بخیر. صبح بخیر یوسف خان. صبح بخیر. حوا جون مواظب خودت باش. تو هم مواظب خودت باش. ببین به هم قول دادی اگه چیزی شد خبرم کن. باشه خواهر. خیلی خوب سر پا نمون. نمیشه، یعنی اینطوری دلم نمیاد. تا دم در باهات میام. بذار یه سر به روزگار بزنم بعد میام پایین. باشه من میرم پایین. جمیله روزنامه ها رو فراموش نکن. اوه یوسف خان امروز خیلی عصبانیه. کارمون در اومده. خیر باشه. کجا میری؟ برمیگردم خونه جمیله. باشه میبینمت. راستی حوا به مامانینم خیلی سلام برسون. باشه عزیزم سلامت باشی. خاله خواهرم داره میره. جدی؟ پس کارت تو این خونه تموم شد؟ آره تموم شد. قرار نبود مواظب خواهرت باشی؟ بیچاره همین دیشب از حال رفت. حرفش که میشه خواهرتو خیلی دوست داری، به عمل که میرسه فرار میکنی. چرا این حرفو میزنی خاله؟ من که حالم خوبه. فقط خدا میدونه که من چقدر خواهرمو دوست دارم. لازم نیست کسی دیگه ای بدونه. این چه حرفی بود بهش زدی؟ ناراحتش کردی. باشه فرار کن حوا خانم. ببینم تا کجا میتونی بری. تو کدوم سوراخ موش میتونی قایم شی؟ حوا حرف خاله رو به دل نگیر. منم نفهمیدم چرا این حرفو زد. ولش کن. حتما یکی گفته بالای چشت ابرو تلافیشو سر من در آورد. تو ناراحت نشو. بهت زنگ میزنم. مواظب خودت باشه. کجا حوا خانوم؟ برسونمتون. ممنونم مراد. برمیگردم خونه. یوسف خان ازم عصبانی میشه. بریم برسونمتون. نگران نباش عصبانی نمیشه. میخوام پیاده برم. ممنون. خدافظ. خدافظ. پسر گلم میگی چیزی نشده ولی از تو انگار زانوی غم بغل گرفتی. میشه کاری به کارم نداشته باشین؟ آخه چطور نداشته باشم؟ میری شب تا صبح خونه نمیای. تو یه چیزیت هست ولی به من نمیگی.
من نمیخوام حرف بزنم شما هم بیخیال نمیشی. حرفم که میزنم بهتون بر میخوره. همه دردت همین بود؟ پس پیش شما بود. پیش من بود. گفتم میای میپرسی، حتی پیش هم نگرفتی. به هر حال علتش که معلوم شد، وقتشه بگی صاحبش کیه. هیچ صاحبی نداره. یوسف به خدا دیگه داری اعصابمو خورد میکنی. بدونی که خبر بدی تصمیم میگیری با یه دختر ازدواج کنی، دختره رو بر نمیداری بیاری اینجا ببینیمش. حالا میگه صاحب نداره. مامان دیگه مهم نیست صاحبش کیه. منظورت چیه؟ پیشنهادم رو رد کرد. یعنی چی رد کرد؟ گفتم که رد کرد. گفتم با هم ازدواج کن، قبول نکرد. این انگشترم دیگه ارزشی نداره. خدایا من دارم چی کار میکنم آخه؟ حق ندارم همچین کاری کنم. داداش یه لحظه بیا. چی شده؟ حالا بیا. بیا بشی. موضوع چیه؟ دیروز پیش مامانینا نتونستم بگم، ولی با دیدنت فهمیدم چی شده. قبول نکرده نه؟ آخه چرا داداش؟ مگه اونم نمیخواست؟ هنوز نمیدونم. جوابمو گرفتم، همین کافیه. میخوای بریم حرف بزنیم؟ یه جا بشینیم و با هم درد و دل کنیم. نه نگران من نباش، حالم خوبه. یکم تو خونه باغ میمونم، استراحت میکنم. باشه خودت میدونی، زیاد خودتو اذیت نکن. باشه؟ باشه به زودی میبینم. باشه عزیزم. مواظب خودت باش. باشه. صبح بخیر خاله. صبح بخیر آقا.
صبح بخیر آقا یوسف. صبح بخیر. میریم مزرعه. چشم آقا. بهت میگم زود بیا. تو هم انگار رفتی پارک برای خودت قدم بزنی. خب اومدم دیگه. جریان چیه؟ ای دنیا رو آب ببره تو رو خواب میبره. البته بدونی هم این خیالت نیست. باز دوباره چی شده؟ بریم یه جای خلوت حرف بزنیم. چی شده خواهرزن؟ جریان چیه؟ از اون دختر بازی خراب کنت که تو حماقت لنگه نداره بپرس. اگر خفش بکنم بازم دلم آروم نمیگیره به والله. تموم شد. تو نرو خواهرزن. کدوم دخترم؟ چی کار کرده؟ معلومه دیگه. حوا. ما جونمونو میذاریم کف دستمون، با زندگیمون قمار میکنیم. اون وقت این دختره ایکبیری به پیشنهاد ازدواج یوسف جواب رد میده. بالونا قشنگ از اینجا معلومن. حتما اونایی که سوار میشن خودشون آزاد حس میکنن. یعنی چی حتما؟ تو حالا سوار نشدی؟ با من بیا. بیا دیگه. هرچی گفتم نشد که نشد. نه دلیلشو میگه نه حرف منو گوش میکنه. رو لج و لجبازی وسایلشو جمع کرد و گذاشت از این خونه رفت. چرا؟ خب چی شده؟ خودم هم اینو 1000 بار ازش پرسیدم آقا رمزی. بی خیال شدم. اما معنیش این نیست که همه چی تموم شده. نمیذارم به خاطر دخترت زحماتی که کشیدم هدر بره. برو باهاش حرف بزن، از آقا یوسف عذرخواهی کنه. هر طوری میتونه دل پسره رو به دست بیاره. اون انگشتر رو بندازه تو انگشت ساب مردش. مثل اینکه حوا رو نمیشناسی. کاری بخواد بکنه از من نمیپرسه. بس دیگه انتظاری از ما نداشته باش رمزی خان. اگه اون انگشتر رو بهش داده زیر سایه من بوده. منم خوب بلدم چطوری تلافیشو در بیارم. میرم جلو یوسف خان وای میسم، همه چی رو براش تعریف میکنم. میگم برای افتادن حوا تو بغلش چه کارایی که نکردم. جریان جونه تو میگم. هر چی که فکرشو بکنی دونه بدونه رو براش تعریف میکنم. نمیتونی بگی. بشین و تماشا کن. اگه یوسف بدون پسرش از خودش نیست و همه اینا به خاطر حوا سرش اومده، میدونی که چی میشه؟ میدونی؟ تو زبونت نمیچرخه. بذار من بهت بگم. خونت رو سرت خراب میکنم. حوا رو به جرم فریبکاری میندازن زندون. حالا اون دختره خیر سرت انتخاب کنه میخواد تو زندون بپوسه یا ملکه بشه. آقا رمزی بفرمایید. فهمی خونه است؟ بله الان صداش میزنم. فهمی؟ خوش اومدین آقا. بلند شو. خیر باشه. خطایی از ما سر زده که تشریف آوردین اینجا؟ خطا از ما سر زده فهمی جان. بچت مریض بود و خبردار نشدیم. گفتم یه سر بیام اینجا، اگه احتیاج به کمک داشتی کمکت بکنم. خدا ازت راضی باشه آقا. بیا بریم یکم با هم دیگه حرف بزنیم. چشم آقا. یه چیزی بپوش. نه آقا اینطوری راحتم. خدیجه ما تو حیاتی.
خیر باشه دخترم. چرا اومدی اینجا حوا؟ یعنی چی چرا اومدم مامان جان؟ مگه اینجا خونم نیست؟ خونته؟ مگه من نگفتم دختره رو تنها نظر عمل شده ها؟ تپرک حالش خوبه مامان، نگران نباشه، احتیاجی به من نداره. چطور نداره؟ سلامتیش به کنار. مگه قرار نبود بمونی و نظر یوسف خان نزدیکش بشه؟ چرا نظرم نزدیکشه مامان؟ لعنت به شیطون. دخترم مگه من بهت نگفتم یوسف خان هوس بازه، نمیشه ازش سر در آورد. میخوای حرفایی که مردم در آوردن درست در بیاد؟ چه عیبی داره مامان؟ تپرک به زودی طلاق میگیره. بهتر از یوسف خان کیو پیدا کنه؟ مرد شور ببرتش. مگه از حاجی اولوها نیست؟ دلم نمیخواد دورو برای دخترم باشه. لطفاً این حرفو نزن. شاید دخترتم راضی باشه. از کجا میدونی؟ یه لحظه صبر کن ببینم. تو هیچ میدونی چی داری میگی؟ دخترم بهم بگو ببینم جریان چیه؟ به خدا هیچی نیست. حرفامو جدی نگیر، حالم یه ذره بده. تمام شبو بیدار بودم. نگران نباش، تو اون خونه حسابی به دخترت میرسن. کسی هم بهش به چشم بد نگاه نمیکنه. خب پس اون حرفا رو برای چی زدی دخترم؟ حالم گرفته است دیگه. حرفامو جدی نگیر. میرم یه قرص بخورم بخوابم. خیلی قشنگه. واقعا ممنونم. حالا که بچه باید تو آنکارا درمون بشه، خانومتم باش میفرستم بره اونجا. اصلا نگران نباش، میسپارم ترتیب کارا رو بدن. خدا ازت راضی باشه آقا. ایشالله خیر از جوونیت ببینی. خیلی ممنون فهمی جان، خیلی ممنون. اگه وضع بچت وخیمه باید عجله کنیم. فردا خانم و بچه‌تو با اولین اتوبوس میفرستیم. منم باهاشون میرم. آخه خانومم زیاد از این کارا سر در نمیاره. اون شهر بزرگه، یه وقت گم میشه. یه نفر باهاشون میفرستم کارا رو ردیف کنه. بعدش هم تو رو لازم داریم فهمی. بچه‌ت درمون میشه و تو هم به ما کمک میکنی. آقا تو لطف کن جون بچه منو نجات بده. هر کاری ازم بخوای انجام میدم. شده جونم هم میدم. ممنونم فهمی. زنده باشی. ببینم حوا برگشت خونه. تو اتاقشه. یه لحظه صبر کن ببینم. بگو ببینم چی شده. انگار نه انگار که ما اینجا آدمیم. یکی از یکی بدتر.
دخترم. حالا نوبت تو سوال پیچم کنی بابا. از سوال پیچ کردن گذشته دخترم. خالت زده به سیم آخر. میگه یا حوا پیشنهاد یوسفو قبول میکنه یا میرم عوض کردن گزارش دی ان ای و همه چیزو براش تعریف میکنم. اصلا تعجب نکردم. حالا که کار مطابق میلش نیست، اون ناخنای تیزشو در آورده. کار همیشگیشه. حق داره دخترم. پسره همه ی اعتبار و ثروتشو توی سینی نقره بهت تعارف کرده، تو هم بهش پشت کردی و رفتی. هیچ میدونی چند تا دختر دلشون میخواد جونشونو بدن و جای تو باشن. خیلی خب، الان همه میتونن جای من باشن، ولی من نمیخوام. چرا دخترم چرا؟ نمیخوام بابا. دست سر من بردارین دیگه. منظورمو متوجه نشدی دخترم. اونی که ولکن نیست خالته، نه من. گفت به فکر بلاهایی باشین که سرتون میاد و گذاشت تو رفت. این کار به این راحتی هم نیست. شنیدی چی گفتم؟ نیست. میخواست یکم تو رو بترسونه که ترسوند. موفق شد. فکر میکنی اگه بره همه چی رو بگه من همجوری ساکت میشینم؟ ولی تو این کار من دست تنها نبودم، میفهمی؟ خالم زن باهوشیه، خودشو تو آتیش نمیندازه، نگران نباش. منم از همین میترسم دخترم. خالتو 30 ساله میشناسم. حتی اگه همه تقصیرها گردن خودش باشه، یه کاری میکنه که تقصیرها گردن تو بیفته. اونی هم که بیچاره میشه تویی. منظورم اینه که نمیشه سر از کارش در آورد. برام چاقو کشید. من که میگم بهتره همینجوری خون سرد باشی. اگه بگیرمت زیر باد کتک بازم آروم نمیگیرم حوا. تقصیر توی سلطان خانم. باید افسر خرتو محکمتر میبستی. خاله توپراک، تا خواهرت رفت از جات بلند شدی؟ آره؟ نه، من حالم خوبه. از دست کی اینقدر عصبانی؟ قصاب توپراک، قصاب. بازم گوشت آشغال بهمون انداخت. چیه؟ قیافت مثل خطاکارا شده. گونه‌هات قرمزه. چه خبره؟ نه، چیزیم نیست. خوبه، خیلی خوب. خاله، یوسف خان عاشق یه دختر بوده، میدونستی؟ نه بابا، تو از کجا شنیدی؟ با حمیت خانم حرف میزدن شنیدم. نگفت دختر کیه؟ نه، البته حمیت خانم اصرار میکرد ولی یوسف خان نمیگفت. حتی به دختره پیشنهاد ازدواج داده، ولی جوابش رد بوده. اون دختره عقل نداشته، خل بوده. مگه آدم پیشنهاد یوسف خانو رد میکنه؟ معلومه که نه. منظورم اینه که یوسف خان آدم خیلی خوبیه. منم به خاطر این گفتم که یادت گفته بودی یوسف خان نسبت به من یه احساسی داره؟ دیدی اشتباه میکردی؟ یه نفر دیگر رو دوست داره. خب دیگه، مزاحم کارات نباشم. خسته نباشی خاله جون. این اواخر من زیاد اشتباه میکنم. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. حوصله تو یکی ندارم جونیت.
رمزی، بله. گوشت با منه یا نه؟ بگو جریان چیه؟ هیچی نشده خانوم. هیچی نشده. دختری یه دفعه پاشده برگشته خونه داد و بیداد میکنه، بعدش هم خودشو تو اتاق حبس میکنه، تو هم میگی هیچی نشده. میخوای من باور کنم که هیچی نشده؟ چیزی هم باشه من نمیدونم. نگرانی از دخترت بپرس. همین الان گفتی. حواس نداری که. خدا میدونه تو اون مغز داره چی میگذره. هرچی که هست من مطمئنم که مثل خر توی گل موندی. به آقا مهمت، خوش اومدی. خوش اومدی داداش. حالت چطوره؟ من پشت در وامیستم آقا مهمت. تو راحت باش سرکار. جنید پسر عاقلیه، به من آسیب نمیرسونه. دستور رئیسه. درو ببند. میخوای پشت در وایسا یا هر جای دیگه که دوست داری؟ زود اومدنت نشون میده که حتما اتفاق جدیدی افتاده. پیدا کردم. وقتی دنبال یه کاری میافتم تا آخرش پیش میرم. یه نفر رو پیدا کردی درسته؟ بالاخره از این زندون میام بیرون. دقیقاً همینطوره. یه بیچاره‌ای بهمون بدهکار بود، باش حرف زدم، میره دادگاه، جرمو گردن میگیره. تو هم زندگی تو از همون جایی که مونده ادامه میدی. میگم حالا که قراره بیاد جرممو گردن بگیره، زودی بیاد اعتراف کنه منم دیگه از این خراب شده میام بیرون دیگه. خیلی عجولی پسر. هر کاری یه وقتی داره. چی کار کنم؟ نگرانم دیگه. چه میدونم اگه یارو پشیمون بشه چی؟ تو نگران نباش جوون. ما جایی نمیخوابیم که زیرمون آب بره. پسر این یارو مریضه. هر وقت عمل جراحی شد میاد و اعتراف میکنه. همین برای دادگاه کافیه. یکم دندون رو جیگر بذار. باشه صبر میکنم. فقط از این خراب شده بیام بیرون. خدا ازت راضی باشه آقا. از این به بعد بگی بمیر میمیره. ولی اصلا مردت به دردم نمیخوره. تو رو زنده لازم دارم. دخترم بگو چی شده؟ اتفاقی افتاده برات مادر؟ چیزیم نیست، گفتم که مامان. فقط میخوام یکم بخوابم، همین. اتاق تو واسه چی اینقدر تاریک کردی؟ از وقتی اومدی تو خودتی. مامان فقط خستم، میخوام بخوابم. تو رو خدا عزیزم، تو روز روشن خوابیدن واسه چیه؟ از بیمارستان به این ور نخوابیدم. تو اون خونم تمام شب و بالا سر توپراک بودم. خسته شدم. صدای بچه‌م از یه طرف. یکم بخوابم و استراحت کنم خوب میشم. لطفاً بذار بخوابم. خواهش میکنم لطفاً. به خاطر خدا بذار بخوابم. میونه آقا بنیامین و فامیل ما زیاد خوب نیست. از قدیم و ندیم گفتن که هر کی نمک میخوره نمک دونم میشکونه. وقتی داشته باشی یا نداشته باشی به هر حال پسر آقا بنیامینی. برای همین هم یوسف هم عموم زیاد باهات حال نمیکنن. والا ناراحت نشی، منم زیاد کشته مرده این یوسف نیستم. بگذاریم. اگه بدونن من تو این کار دست دارم ته و توشو در میارن. اون وقت نه به کار من میاد نه به کار تو. متوجه نشدم. ببین پسر، برداشت یوسف از قانون و عدالت شبیه ما نیست. هر جوری شده یه راهی پیدا میکنه تا به خودت بیای. هم خودتو هم باباتو میندازه تو هلفتونی. پیدا کردن دلیلم میدونی که خیلی سخته. منظور؟ یعنی اینکه برادر من باید حواست به دهنت باشه. هیچ کس نباید بویی ببره که من تو این کار دست دارم. اگه میونه من و خانوادم به هم بخوره ضررشو تو میبینی. حتی حوا هم نباید بدونه که بهت کمک کردم.
به هر حال نامزدته، طاقت نمیاری و بهش میگی، اونم میره به خواهرش میگه، بعد به گوش یوسف برسه همه کاسه کوزامون به هم میریزه. حتی نزدیکترین آدمم نباید بفهمه که من بهت کمک کردم. نگران نباش، حتی منو بکشنم دهنمو باز نمیکنم، به خدا قسم. والا هر کاری کردم نتونستم ازش حرف بکشم، یک کلمه هم حرف نزد. اگه کاری رو درست انجام میدادی تعجب میکردم. چی کار کنم؟ حرفایی که زدی و بهش گفتم، به زور که نمیتونم ازش حرف بکشم. یعنی میگی نترسیده نه؟ نه، این چشم سفیدیش و کل شق بودنش نمیدونم به کی رفته. خیلی خوب، کشش نده، قطع کن. خدا بگم چی کارتون کنم، توف تو ذاتتون. خسته نباشی خاله. سلامت باشی دخترم. ها. من میرم بیرون تا 1 ساعت دیگم برمیگردم. چشت به خونه باشه. به تپرکم سر بزن. نخود خیس کردم، بذار 1 ساعتی بمونه، برمیگردم میریزمشون تو زودپس. خیلی خوب، به کارت برس. باشه خاله. خداحافظ. پس برای اینکه آزمایش نتیجه مطلوب داشته باشه شرایط ثابت نگه می‌دارین، درسته؟ بله یوسف خان، همشون به طور اتوماتیک به دستگاه اندازه‌گیری رطوبت و دما وصل میشن. این یکی از دستگاه‌هامونه. خوبه. چرا واسه این کدو تنبل و کود شیمیایی نریختین؟ مگه قرارمون این نبود؟ عمه، اینجا رو چطوری پیدا کردی؟ من پیدا میکنم. خیلی خوش اومدی. سریعا کاری که گفتم رو انجام بدین. چشم یوسف خان، روزتون بخیر. روز بخیر. اینجا خیلی قشنگه، کارم که خوب پیش میره، پس دلیل ناراحتیت این نیست، یه چیز دیگه است. آخه چی میتونه باشه عمه؟ باید واسه کارهای مزرعه وقت گذاشت، کار پرفشاریه. منو نگاه کن ببینم، داری دست به سرم میکنی؟ از دیروز تا حالا نه تلفنامو جواب دادی نه SMS هم. چند تا جلسه داشتم عمه. من میدونم تو چه وقتایی واقعا کار داری. بریم سر اصل مطلب. بین تو و حوا چی گذشت؟ هیچی نگذشت. بیا بریم یه قهوه بخوریم. نکنه جواب رد داد. بیا بریم. منور، چی کار میکنی دختر؟ هیچی، دارم مجله میخونم. پاشو زود لباس بپوشیم بریم بیرون. از صبح تا حالا انقدر نشستم حوصله‌ام سر رفت. نمایشگاهم هست، بریم یه سر نگاه کنیم، شاید یه چیزایی هم برای جهیزیت پیدا کردیم. چه جهیزیه ای مامان؟ من که یه عالمه جهیزیه دارم. بایدم داشته باشی عزیزم، تو دختر یه دونه هانجی اغلوها هستی، بایدم داشته باشی. خب دیگه پاشو لباس بپوش بریم. مامان حوصله ندارم، تو رو خدا خودت برو. دستت درد نکنه منور. بعد 40 سال یه چیزی ازت خواستم، ما از بس تو خونه نشستم ماتم گرفتم. پاشو یه چیزی تنت کن بریم. بعد از ازدواج از این وقتا پیدا نمی‌کنیم ما. دیگه هر وقت دلمون خواست نمیتونیم بریم بیای ما. دلم گرفته. پاشو عزیزم، پاشو بریم دیگه، پاشو. دلت چرا گرفته مامان؟ چه میدونم. امروز صبح با یوسف حرف زدم، گفتم انگشتر دست منه، پیشو نگرفتی. خیره، اونم گفت دیگه ارزشی نداره. نگو به دختر پیشنهاد ازدواج داده، اونم رد کرده. خب این کجاش ناراحتی داره؟ تو که از اولم نمیخواستی. خب اگه حوا بود معلومه ناراحت میشدم، ولی معلومه اون نیست. از کجا میدونی اون نیست؟ منور، تو هم با مزه‌ای به خدا. اگه حوا بود الان با دمش گردو میشکست و هی جلو چچمون وول میخورد. ما الان داشتیم از رجبار مقدمات نامزدی و فراهم میکردیم. تو چرا اینقدر با حوا درگیری؟ چرا خوشت نمیاد ازش؟ بی‌مزه است، چرفه. از همون روز اول ازش خوشم نمیومد. چشم دریده است، موزیه. ولی اون یکیو ببین، اصلا مثل خواهرش نیست. آرومتره، مهربونتره، ولی این آسیه، کل شقه. از اوناییه که هر کاری میخواد انجام میده.
منور، من به فکر خوشبختی برادرتم دخترم. اون دختر نمیتونه برادرتو خوشبخت کنه. پسرم رنگ آرامشو نمیبینه. الانم همینطوره. سلطان؟ اینجا چی کار میکنی؟ دستت درد نکنه. عجب استقبال گرمی. خونه خواهرمه. نمیتونم هر وقت بخوام سر بزنم. این حرفا چیه؟ بیا تو، بیا. یخ زدم به خدا. چای حاضره. چایی؟ خدا رو شکر که یه بار تو عمرمون به موقع رسیدیم. دستت درد نکنه شریف خانم. نوش جونت. حالت چطوری خواهر؟ سلامتی؟ خدا رو 100,000 بار شکر. آقا رمزی کجاست؟ بعد بیمارستان ندیدمش. تو دستشویی الان میاد. حوا کجاست؟ سلطان بگو ببینم جریان از چه قراره؟ لعنت بر دل سیاه شیطون. سر نمیزنم گله میکنی. حالتو میپرسم ناراحت میشی. چی بگم؟ آخه به اومدن و احوال پرسیات عادت ندارم. موقع مرگ نازلی پاتو تو این خونه نذاشتی. حالا بقیهش که پیشکشت باشه. هر وقت دخترام میان تو این خونه تو هم سر کلت پیدا میشه و میای میری ماشالله. فقط تو نیستی، حوا هم یه چیزی شده. حالا احوال پرسی رو بذار برای بعد. حالا به هم بگو ببینم جریان چیه؟ خب دیگه من باید برم. چیزی اگه لازم داری بگو. سلامت باشی آقا. خجالت نکش پسر، اگه چیزی میخوای بگو. والا راستیتش یه خواهشی داشتم. شنیدم حوا بعد از چاقو خوردن خواهرش برگشته خونه یوسفینا. با اینکه تو زندانی ولی از همه چی خوب خبر داری. خدا سایه دوستا رو از سرم کم نکنه. میخواستم بگم بین من و حوا نامزدی نیست. کسی هم نمیدونه که ما با هم رابطه داشتیم. تو زن جماعت رو بهتر از من میشناسی آقا. البته من به حوا اعتماد دارم، ولی بازم کار از محکم کاری عیب نمیکنه. میگم تو هم که اونجایی یکم هوای اونا رو داشته باش. تو نگران نباش پسر. حوا مثل خواهرم میمونه. خیال تخت باشه، حواسم بهش هست. خدا ازت راضی باشه آقا. من چطوری میتونم لطفت رو جبران کنم؟ منور، یه چیزی یادم افتاد. سزر خانومو که میشناسی؟ یه دختر داره تو استانبول درس خونده. میشناسیش که؟ نه نمیشناسم. نمیدونم، شایدم میشناسم، الان یادم نمیاد. حالا چی شده؟ عزیزم درسش تموم شده، برگشته پیش خانواده‌اش. یعنی الان اینجاست. چه خوب، درسش تموم شده. الان کار میکنه؟ نه جانم، احتیاجی به پول ندارن. برای چی کار کنه؟ مدرکشو گرفته نشسته خونه. من اصلا طاقت نمیارم. هیچی به اندازه بیکاری آدم آزار نمیده. امان از دست تو. من به چی فکر میکنم، تا تو چه فکری هستی. خیلی خوب، یه بار دختره رو بهت نشون میدم، ببینم نظرتو نسبت به این دختره چیه. برای چی؟ میخوای برای چی باشه؟ برای یوسف دیگه. ببینم پسند میکنی؟ لایق خانواده ما هست؟ خب بریم دیگه. خیلی خوب. امان از دست تو مامان. راستی یه چیزی، بعد نمایشگاه یه سر به دامادم بزنیم، یه قهوه‌ای هم میخوریم. مامان خودت گفتی یه ساعت میریم نمایشگاه، برای همین باهات اومدم. نگاه کن، اگه خیال گردش داری من نمیام، حوصله ندارم. هر کاری دلت میخواد بکن. یه کلمم نمیشه پیش تو حرف زد دختر. فردا معلم باغچه لیکوی میاد اینجا آقای رئیس. مدرسه احتیاجاتی داره، ازمون یه مقدار کمک میخوان. باشه بذار بیان، مشکلی نیست. چیز دیگه هم هست؟ قربان یه خبر بدم دارم. خبر بد؟ بگو ببینم. ظاهرا میخوان پرونده مربوط به همسر سابقتون رو دوباره به جریان بندازن. پرونده همسر سابقمو؟ برای چی؟ مگه چی شده؟ دادستان آتیلگان
پرونده هاتون رو دوباره زیر نظر گرفته. داره تحقیق میکنه. اون پرونده که سالها پیش بسته شده، یه دفعه چی شده؟ منم نمیدونم قربان. هر چه زودتر باید بفهمی. باید بدونیم چی شده که این دادستان یه دفعه رفته سراغ پرونده های قدیمی. منم اصلا سر در نیوردم قربان. اگه لازم شد دعوتش کن اینجا باهاش حرف بزنیم. چشم قربان. مسئله رو پیگیری میکنم. امر دیگه ندارین؟ فعلا نه، میتونی بری. اصلا باورم نمیشه همچین کاری کردی. اصلا نمیفهمم. من که هنوز کاری نکردم عمه. چرا از اون دختر دلیلشو نپرسیدی؟ آخه این چه غروریه که تو داری؟ اصلا بحث غرور نیست. من ازش یه سوال ساده پرسیدم. گزینه زیادی هم نداشت. یا میگفت آره یا نه. گفت نه. جوابمو ازش گرفتم، همین. یعنی چی یه سوال آسون پرسیدی؟ همینجوری ازش پرسیدی؟ عمه، دلیلی واسه این بحثا نمونده. اون منو به اندازه ازدواج کردن دوست نداشته. به همین سادگی. واقعا منو شوکه میکنی یوسف. مگه تو نبودی که میگفتی دختره میگه من از اوناش نیستم که بازیچه دست کسی بشم؟ یوسف، تو پسر عاقلی هستی، آدما رو خوب میشناسی. شاید دختره ترسیده بوده. همسر آدمی مثل تو شدن آسون نیست. کار هر دختری نیست عروس اون خونه بشه. مگه از همون اول منو نمیشناخت؟ میخوای بگی تازه سر عقل اومده؟ باشه، حق با توه. شاید اصلا حواست نبوده. یه کاری کردی، یه حرفی زدی، دل دختره رو شکوندی. ممکنه این باشه. عمه، تا حالا هیچ وقت ناراحتش نکردم. همیشه بهش احترام گذاشتم. اگه چیزی بود حتما میفهمیدم. حداقل حس میکردم. حوا بهم میگفت اون دختر رو راستیه. پس اون وقت فقط یه چیزی به ذهنم میرسه. شاید باورش نشده تو این پیشنهادو از ته دل بهش دادی. شاید گفته این کارو فقط به خاطر خواست اون انجام دادی. چی میگی؟ یوسف، خانوما خیلی حساسن، به همون اندازه هم عجیب و غریبن پسر. اونطور که از این دختر تعریف کردی مطمئن شدم حداقل مثل خودت مغروره. شاید فکر کرده این پیشنهاد از ته دل نبوده، فقط به خاطر اینکه رابطتون ادامه پیدا کنه اینو گفتی، در حالی که خانوما واقعا میخوان دوستشون داشته باشی. فیلم بازی کردن احساسات عاشقانه‌شون رو جریحه دار میکنه. شاید فکر کرده براش فیلم بازی کردی. حالا هرچی عمه، من جوابمو ازش گرفتم. بهم جواب رد داد. توضیحی هم نداد. حالا من راه خودمو میرم، اونم باید راه خودشو بره. یعنی چشم‌پوشی کردن از عشق اینقدر آسونه؟ احساسی که داشتین، عشقی که بینتون بوده، لیاقت اینو نداره که یه بار دیگه با هم حرف بزنی؟ معلومه که تو هم مرتب این سوالو تو ذهن تکرار میکنی. چرا به هم جواب منفی داد؟ برو تو چشای حوا نگاه کن و این سوالو بپرس. شاید جوابی که میگیری یه راه دیگه جلوی پات باز کنه. اگه همچین راهی نباشه چی؟ ها؟ اگه همچین راهی نباشه، حداقل جواب سوالی که تو ذهنت بوده رو میگیری ازش. دیگه پشت سرت هم نگاه نمی کنی. زندگی تو از همینجا که مونده ادامه میدی. از این خواب ناز بلند شو حرف بزنیم. باز چی شده خاله؟ چی؟ میخوام برم آرایشگاه. از آرایشگاه خودم راضی نیستم. گفتم شاید تو یکی خوبش رو سراغ داری. دختر بلند شو، اعصابمو به هم نریز. گوشم با توه. هنوزم نمیخوای بند دهنتو باز کنی نه؟ حرفی برای گفتن ندارم. معلومه که بابات چیزی بهت نگفته. میندازم تو همون آتیشی که روشن کردی کباب بشی. منو با خودت درگیر نکن.
بابام همه چی گفت خاله جون. کلی تهدید کردی. معلومه که تو هم نفهمیدی. به خداوندی خدا قسم میخورم میرم پیش یوسف خان. میگم اون پسری که بغل توه مال تو نیست. میگم همه اینا کار حواست. میرم پیش پلیس همه چی رو میکنم. همه ی پته هاتون رو دونه دونه میریزم رو آب. جدی میگی؟ باشه، همین الان زنگ بزن به داری چی کار میکنی دختر؟ میخوام همه چی بهش بگی خاله جون. صبر کن ببین. بیا، میخوام کارتو آسون کنم. اونو بده به من. بدش به من. آقا. بله خاله سلطان. امشب بر نمیگردین؟ یعنی قطعیه؟ میخواستم اینو بپرسم. نه بر نمیگردم. باشه آقا، باشه. فکر کردی ازت میترسم؟ از این به بعد دیگه هیچی برام مهم نیست. دختر تو حالت خوب نیست. زده به سرت، دیوونه ی زنجیری. سلطان چی شد؟ ببینم تونستی چیزی بفهمی؟ دردش چی بود؟ دختره دیوونه شده، پاک عقلشو از دست داده، طاقتم سر اومده. دیگه به اینجام رسیده، حوصله‌مو سر برده. میدونستم این دختره یه همچین غلطی میکنه. بیچاره پسره با انگشتر اومد، همین که داشت درست میشد دختر دیوانه شد. میگه تموم شد. اصلا برای منم تموم شد. میدونی چیه؟ از این لحظه دنیام زیر و رو بشه، به پامم که بیفته دستمو به طرفش دراز نمیکنم. پس چی کار کنیم؟ والا من که راه خودمو میرم. ببین اگه باز حرف توپراکو پیش بکشی کلامون میره تو هم. چاره دیگه هم هست؟ بعدش هم نترس، این دوتا با هم دیگه در نمیافتن. هرچی باشه حوا خانوم به میل خودش کنار کشیده. توپراک هنوز شوهر داره سلطان. من همچین اجازه ای نمیدم. مگه کسی ازت اجازه خواست؟ رمزی خان، همون روزی که تو آشپزخونه به هم گفتی آره، افسر این کار افتاد دستم. کسی مجبورت نکرد. من آره رو به خاطر حوا گفتم. تو خیلی وقت خودتو به شیطون فروختی رمزی خان. حالا هم بر من امر و نهی نکن. مواظب خودت باش. به حرفامم خوب فکر کن. باشه، تو هم مواظب خودت باش عزیزم. احتیاط کن. کجا میریم آقا؟ میریم شرکت. وایسا مراد. چشم آقا، اگه چیزی جا گذاشتین از همینجا برگردیم. از این راه برو. کجا برم آقا؟ میریم خونه ی حوا. بله چشم آقا. قربان جریان پرونده و دادستان رو کامل بررسی کردم. خب دادستان آدم درستیه، به نظر نمیاد با شما مشکلی داشته باشه. پس برای چی پرونده رو دوباره باز کرده؟ شکایتی، درخواستی، چیزی هست؟ خانواده همسر سابقم یه زمانی با هم دشمن شدن. نکنه باز کار اوناست؟ اونا نیستن قربان، کار یکی دیگه است. یکی دیگه؟ کی مثلا؟ یه نفر به اسم ییت در مورد شما کلی پرسجو کرده. فکر کنم داره دنبال یه مدرکی علیه شما میگرده. گفتی کی؟ ییت یه شلیورت. سزایی زودتر ببینین آدمی که میگی کیه. به هم بگو ببین چه مشکلی با من داره تا یه فکری برای این قضیه بکنیم. چشم قربان. میتونی بری. منم مادر. پسرم حالت چطوره؟ حالم خوبه.
ببین چی میگم. این وکیلی که برام گرفتی ازش خوشم نیومد. پولش هر چقدر میخواد باشه، برو بهترین وکیلو برام بگیر. باید زود ببینمش. باشه پسرم، ولی آخه دست تنها چطوری میتونم؟ به داییم بگو زمینا رو بفروش. هر طور میتونی وکیل برام بگیر. شنیدی مادر؟ فعلا خدافظ. تموم شد؟ آره داداش. حوا هنوز خوابه؟ حتی غذا هم نخورده. معلومه خیلی خسته شده. بذار استراحت کنه، کاریش نداشته باش. دختر خودم به خودم میشناسونی؟ استراحت این حرفا حرفه. این دختری یه دردی داره که اینطوری کس کرده. خودت هم اینو خوب میدونی. پرت و پلا نگو. از کی تا حالا دخترات حرفیو که به تو نمیزنن به من میگن؟ رمزی، اگه بعدم ببینم یه چیزی میدونستی و به من نگفتی، من میدونم و تو. زود باش. به اندازه کافی دیرمون شده را بیافت. مامان، در میزنن مامان. الان در میشکنه. اومدم. چه خبرته؟ خب اومدم. خوش اومدی. خیلی ممنون. اگه وقت داری یکم حرف بزنیم. باشه، برم یه چیزی بپوشم. مثل اینکه خواب بودی. استراحت میکردم. ببخشید مزاحمت شدم، ولی باید باهات حرف میزدم. خواهش میکنم. حوا، تو باید یه جوابی به من بدی. مجبوری جواب بدی. هرچی هم میخواد بشه. چرا؟ تو که اینقدر میخواستی، میگفتی بدون ازدواج دستتم نمیگیرم. چرا؟ حوا، تو دختر رک و رو راستی هستی. اون حوایی که من میشناختم جلوم وای میستاد و بدون اینکه بپرسم دلیلشو بهم میگفت. اگه قرار بود بذاره بره بعدش این کارو میکرد. نکن اشتباه شناختمت. تو منو دوست نداشتی. فهمیدم. جوابمم نمیدی. تو اون حوایی تو ذهنم نیستی، ولی از دیروز مثل یه آدم دیگه رفتار میکنی. اصلا نمیفهمم. قبل از کشتن اون حوایی که تو دلم حرف تو بزن. به هم بگو چرا منو نمیخوای. من امشب تو خونه باغ میمونم. اگه بیای حرف میزنیم. اما اگه نیومدی همه چیزو تو یه لحظه فراموش میکنم. برای همیشه فراموشت میکنم.
چیه دختر؟ مگه آدم ندیدی؟ چقدر وحشت میکنه. آخه حواسم جای دیگه بود خاله. خاله وسایل یوسف خانو حاضر کردم. میخوای به آقا محسن بگم ببره خونه باغ؟ احتیاجی نیست، بقیه‌شو خودم انجام میدم. تو برو به کارت برس. به نظر من با این شاهدها و اظهاراتشون حتما به زندان محکوم میشین. من تو رو برای این پرونده نکشوندم اینجا. پس چی میخواین؟ باید از اینجا بیام بیرون. انگار متوجه حرفم نشدین. شاید یه راهی برای کم کردن محکومیتتون پیدا کردم، ولی بیرون اومدنتون ممکن نیست. محکومیتتون قطعیه. ببین هر چقدر برام ببرن، هر چقدر اینجا بمونم برام مهم نیست. تو کاریه که میگم بکن. یه روز 3 ساعت نشد 1 ساعت من از اینجا بیار بیرون. برای کاری که میخوام بکنم 1 ساعت هم کافیه. میخواین چی کار کنین آقای سیدکی؟ چی تو ذهنتون میگذره؟ کاریه که میگم بکن. من کار خودمو بلدم. بعد از اون اگه قاضی حبس ابدم بده خیالی نیست. به هم بگو میتونی کاریه که گفتم انجام بدی یا نه؟ خاله چه خبره؟ خبر خاصی نیست. تو حالت چطوره؟ حوصله‌ام سر رفته. روزگارم انگار زیاد حوصله نداره. فقط تو نیستی، خیلی ها اینطورین. کی دیگه اینطوری شده؟ یوسف خان خیلی حالش گرفته است. دنبال مشکلات همه میره ولی حال خودشو به هیچ کس نمیگه. گفت وسایلشو حاضر کنن، یه مدت خونه باغ میمونه. جدی؟ چه بد. کاش کاری از دستم برمی اومد. ببین یه فکری به ذهنم رسید. روزگارو بردار برو خونه باغ، هم وسایل اونو ببر هم بچهشو ببر. اینجوری هم بچهشو میبینه هم باش بازی میکنه، یکم هم آروم میشه. آخه نمیدونم چی میگه. عصبانی نمیشه؟ چرا عصبانی بشه؟ خودتو نگاه کن، وقتی سرتو با روزگار گرم میکنی ناراحتی و دردتو فراموش میکنی. زود باش حاضر شو تا شب نشده برین و برگردین، وقت خواب بچه هم به هم نخوره. مراد اینا رو بگیر. خیر باشه خاله. کجا؟ روزگار و توپراکو ببر خونه باغ. یوسف خانم اونجاست. باشه خاله. دخترم 1-2 ساعت دیگه برگردین، یه وقت بچه بدخواب نشه. خدایا انشالله که همه چیز خوب پیش بره. یوسف خان توپراک اینجا چی کار میکنی؟ خالم گفت یوسف خان چند روز تو خونه باغ میمونه. منم گفتم روزگار بیارم اینجا.
ولی اگه مزاحم شدیم برگردیم. تازه بدون اطلاع هم اومدیم. نه جانم، چه مزاحمتی؟ هوا سرده، بیاین تو. کجا دخترم؟ مامان کجاست؟ تلویزیون که نگاه میکرد خوابش برد. روشو پوشوندم و اومدم بیرون. بابا امروز شما که رفتین بازار یوسف خان اومد اینجا. خب تعریف کن. میخواد با هم حرف بزنه. گفت بیا خونه باغ. عیبی نداره، پاشو برو. بابا پول ندارم برم اونجا. اگه داری یکم به هم قرض بده. منم زیاد ندارم. ایشالله که کافیه. ممنون. ببین دخترم، داشتی از این وضعیت خلاص می شدی. به جای اینکه لنگ این چندرغاز باشی داشتی کیف می کردی، ولی جواب رد دادی. توی راه به حرفام گوش کن دختر خوشگلم، باشه؟ بابا تو زندگیم یه چیزایی هست که از پول با ارزش تره. اینجا فقط چای کیسه‌ای داریم. خیلی ممنون. باعث زحمت شدم. نوش جونت. از دیروز تا حالا بیحال بود. بهونه میگرفت. ولی خدا رو شکر ماشین سواری دوست داره. تا سوار ماشین شد خوابش برد. یکم بزرگتر بشه، راه رفتن شروع کنه و حرف بزنه، اگه اذیت کرد بده من نگهش میدارم. ولی الان نمیتونم نگهش دارم. کار من نیست توپراک. چیه عزیزم؟ تب داره. انگار آتیش گرفته. خیلی خوب، از چیزی نترس. میخوای یه ذره خنکش کنیم؟ اگه نشد میبریمش دکتر. حق با شماست. تبش که بالا میره دست خودم نیست. دست و پامو گم میکنم. خدای تب بچم پایین بیاد. نگران نباش، طوری نمیشه. برم حموم آماده کنم؟ نه فعلا صبر کن. یه کمی دست و پاهاشو خیس میکنم. اگه نشد میبریمش حموم. بذار قبل از اینکه سرما بخوره لباس بپوشونم تنش. بریم توی اتاق خواب. بذار خشکش کنم ببینم تبش اومده پایین یا نه. اگه پایین نیومده باشه باید ببریمش دکتر. خب باشه، من به مراد زنگ میزنم. میگم ماشینو بیاره. چقدر شد؟ 25 لیره. ببخشید پول من کافی نیست. میشه بقیه‌شو فردا بیارم آژانس؟ بله مشکلی نیست. خیلی ممنون. شبتون بخیر. شب شما بخیر. به مراد زنگ زدم، تو راهه.
تبش قطع شد. دیگه نگران نباش. چی کار کنم؟ دست خودم نیست. تب که میکنه میترسم.